ما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سوره فاتحه مقدمات یا وجه ضرورت ترجمه قرآن کریم دیروز بیان کردیم. امروز تفسیر سوره فاتحه شروع میشه. وجه تسمیه یا نام سوره فاتحه را ذکر کردیم، بلکه نه تنها یک نام بود بلکه 22 نام علما و مفسرین کرام برش ذکر کرده بود. سوره فاتحه امروز سوره مکی است. سوره ها دو قسم است، یکی مکی یکی مدنی. راجح ترین قول در این مورد است هر سورتی که قبل از هجرت نازل شده در هر جایی که نازل شده به نام سورت مکی یاد میکنه و هر سورتی که بعد از هجرت نازل شده به نام سوره مدنی یاد میکنه. امتیاز خیلی بزرگ در بین دو قسم سورت ها به اعتبار موضوعشان هم وجود داره. موضوعات سوره مکی همیشه مسائل عقیدوی می باشه، زیاد بحث از عقیده میکنه، به خاطر از اینکه تا او زمان کسی دین الله تبارک و تعالی را نمیشناخت. یکتا پرستی الله تبارک و تعالی موجود نبود. مردم به بتا سجده میکرد، با آفتاب سجده میکرد، ملائکه را بنات الله میگفتند نعوذ بالله، و شکلا و صورتهای ملائکه به زعم و گمان خود ساخته بودند. تعظیم و بزرگداشت نمی صورتها و تصویرها را میکرد، نمی مجسمه ها را میکرد به این عنوان که ملائک از ما خوش میشه و وعده پیش الله تبارک و تعالی نازدانه است، سفارش ما را در پیش الله تبارک و تعالی میکنه. این موضوع انشالله در مالک یوم الدین میایه تشریحش میکنیم. سوره های مکی پیغمبر علیه السلام که 13 سال در سرزمین تیر کرده زیادتر برای ذهن سازی مردم کار کرده، یعنی برای جابجا ساختن عقیده یکتاپرستی الله و عقیده بر حق الله بسیار مبارزه کرده تا که مردم حقیقت بدانه. بعد از 10 سال مدینه منوره که سالای حکومت اسلامی است، در اونجا بخشای عملی خیلی زیاد ذکر میشه. از همون خاطر در سوره های مکی بحث از عقیده زیاد میشه و در سوره های مدنی بخش از اعمال و احکام زیاد میشه. این معنا را نداره که دیگه موضوعات در ذکر نمیشه، بلکه مثلا احکام در سوره های مکی هم میه و همچنان بخش عقیده در سوره های مدنی هم میه. سوره فاتحه چون سوره مکی است، مهمترین موضوع از این بخش عقیده است، اگرچه موضوع عمل هم در اینجا ذکر شده ایاک نعبدو و ایاک نستعین، لیکن اولین مقصدش بیان یکتاپرستی الله تبارک و تعالی با دلایل است. از همون خاطر ما در جمله مضامین سوره فاتحه که وقتی بیان میکنیم در اولش دعواست که الحمدلله است، بعد از او 3 دلیل داره: رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعد از او اظهار عبادت و اعتراف بندگی الله تبارک و تعالی از طرف مخلوق الله است و پس از او تعلیم سوال کردن از الله تبارک و تعالی است. بیان 3 فرقه در آخر سوره فاتحه میشه. یکی او کسانی که منعم علیهم است، الله سرشان انعام کرده، راه هدایت الله برشان نصیب کرده، و 2 طایفه دیگه که و مغضوب علیهم الضالین است، یعنی مردمانی که میدانن لیکن عمل نمیکنه یا از روی جهالت حق پیدا نکرده. بیان او طایفه ها میشه. یقینا که سوره فاتحه مشتمل به بسیار مطالب عمده است. از همین خاطر علی رضی الله عنه میفرمه که اگر ما بخواهم 70 شطره از تفسیر سوره فاتحه بار کده میتونم، یعنی نوشته میتونم. از همین خاطر است که سوره فاتحه اصل اجمال تمام مطالب قرآن کریم شمرده میشه. این سورت به اعتبار نزول 5م سورت است که نازل شده، اما به اعتبار مجموعه سورت اولین سورت است. هیچ سورتی که به طریق مجموعه نازل شده باشه از سوره فاتحه کده پیش نیست، اما به اعتبار مطلق نزول از این کده پیش 4 سورت دیگه ذکر شده. این سورت فاتحه بعد از سوره مدثر و قبل از سوره لهب ذکر شد، نازل شده. سوره فاتحه دارای 7 آیت است، اگرچه در 7 آیت بودنش اختلاف وجود داره. کسانی که بسم الله را جزء سوره فاتحه میدانه مثل امام شافعی رحمت الله علیه و احادیث هم در این مورد داره. و در انعمت علیهم اگر شما فکر بکنی اونجا یک آیت کوچک نوشته کرده، او را در جمله آیت نمیشماره. تا ولدالین از صراط الذین انعمت علیهم تا ولدالین یک آیت است، با بسم الله 7 آیت میگرده.
لیکن کسانی که بسم الله را یک آیت مستقل برای جدایی آوردن در بین صورت ها قائل است، مثل احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه رحمت الله علیهما، باز در انعمت علیهم اینجا آیت تکمیل میشه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دیگه آیت میشه، چرا که بسم الله یک آیت مستقل است، جز فاتحه نیست. اختلاف هم از این خاطر پیدا شده که امام شافعی رحمت الله علیه میگه بسم الله در نماز جهر خوانده شود و احادیث صحیح هم در مورد جهر گفتن بسم الله موجود است، اما به نزد ائمه دیگه مثل امام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل رحمت الله علیهما خفیه خوانده میشه. تاسف در اینجاست که امام مالک رحمه الله میگه بسم الله و اعوذ بالله هیچ وجود نداره در نماز، از همون خاطر بعد از دعای استفتاح متصل مستقیما الحمدلله شروع میشه. یکی از مسائلی که همیشه ما بر میخوریم، باید به برادرای خود قناعت داده بتانیم بگوییم که اگر ما عمل به مذاهب میکنیم و خیلی پابند و لازم میدانیم قول امام خدا، نمیتونیم که عبادت خدا به نقشه پیغمبر برابر کنیم. مالکی مذهبات در اینجا نمیتونن که اعوذ بالله و بسم الله بگویند و قول امام مالک رحمه الله ترجیح بدن، با وصفی که احادیث خیلی زیاد برای خواندن بسم الله و اعوذ بالله موجود است. حالی اگر وا پابندی قول امام مالک رحمه الله را بکنه، نمازشان موافق نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیگرده. از همون خاطر مجبور هستند که اینجا قول امام مالک یعنی قول امام خدا ترک بکنه، به خاطر که نماز مثل نمازی کی بگرده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ام قسم بسیار مسائل در مذاهب وجود داره که صراحتا از حدیث مخالفت است، صراحتا، یعنی اینطور نیست که نعوذ بالله صراحت نباشه. امام ابو حنیفه رحمه الله زمانی که یک به انسان یک نعمت میرسه، ناگهان کسی بر شیرینی خورد اول لمبر کامیاب شدی، کسی شیرینی خورد در خانه بچهش پیدا شده، کسی شیرینی خورد که در حج پیشکت بر آمده، در مو مقام تو سجده شکر کرده میتونی و در حدیث صحیح ثابت است، اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قائل نیست. حالی اگر تو عمل به قول امام ابو حنیفه رحمه الله میکنی، مخالفت صریح احادیث محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لازم میشه. از همون خاطر ما مذاهب رد نمیکنیم، ما میگیم در مذاهب کدام قولی که خلاف نص صریح یعنی از آیت قرآن یا حدیث پیغمبر ثابت شوه، نظر به توصیه خود ائمه کرام او قولات ترک میشه. خشکوتری هر امام و هر عالم گرفتن نمیشه، بلکه ترازو داریم، معیار داریم، کتاب الله و سنت رسول الله، به او طول میکنیم و مطابق از او رفتار میکنیم. ما نظرات رد نمیکنیم. هیچ وقت مردم سر ما تهمت های بیجا میگوید، لیکن ما میگیم نه، جایی که مخالفت صریح با حدیث پیغمبر میاد دیگه او را رد میکنیم. امام مالک رحمه الله خود گردن خود خلاص کرده، گفت هر کس قولش ام قبول میشه ام رد میشه بغیر از صاحب امی قبر، چرا که در مسجد نبوی درس حدیث میداد امام مالک رحمه الله، همیشه سند خود بیان میکرد عن فلان عن فلان عن صاحب هذا القبر صلی الله علیه و سلم، باز بیان میکرد و میگفت غیر صاحب قبر که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دیگه کس قابل از این نیست که عصمت داشته باشه، یعنی خطا میشه. یا به طور مثال مسئله دیگه ش بگویم، مسئله دیگه مثل چی واره؟ او ارسال میکنه دستار اعلان نماز میخونه، در یک حدیث صحیح پیغمبر ارسال یا اعلان کردن دستا ثابت نیست، لیکن یک قول شاگرد امام مالک نقل میکنه با وصفی که در خود کتاب حدیث امام مالک رحمه الله معطا در اونجا ارسال یدین نیست، وضع یدین است، حتی سر سینه ماندن دستا در حدیث خودش ذکر شده، بر روایت خودش ذکر شده. آلی اگر مالکی ها بخیزه ارسال یدین بکنه کل عمر، شما بگویه که یا به حق رسیدن یا نیکی غلط کردن، چرا که به یک حدیث ثابت نیسته. خود تنها قول یک عالم پذیرفتن و در مقابل حدیث پیغمبر این سخت جفاست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، پیش روی الله و پیش روی پیغمبر و قولش قول دیگری هم ترجیح داده نمیشه. اصل دین این نمیسته. باید ما جستجو بکنیم، تحقیق بکنیم که بدانیم حقیقت دین کدام است. از او خاطر در اینجا در موضوع بسم الله الرحمن الرحیم براتان گفتم که امام مالک رحمه الله حتی قائل نیسته، ولی قول امام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل رحمت الله علیهما دیروز هم براتان گفتم در مورد ازی که بسم الله یک آیت مستقل است برای جدایی آوردن در بین سورت ها
نازل شده، تنها در سوره براءت نه آمده، پیغمبر امر نکرده، از امو خاطر عثمان رضی الله عنه بسم الله را در اونجا نوشته نکرده. دیگه کل جا بسم الله ذکر میشه برای جدایی و این قول راجح است نظر به دلایل. از او خاطر سوره فاتحه 7 آیات شمرده میشه، یا با بسم الله یا بی بسم الله، نظر به اختلاف علما. ده هیچ کدام گپی نیست، نظرات است. ولی اگر ما ایرا 7 آیات بسم الله را جزش بدانیم یا جزش ندانیم، هیچ کدام موضوع چی نمیشه، خراب نمیشه. گپی است، نظرات علما است. اما ما دلیل میبینیم که دلیلی کی قوی است. دلیل امام ابو حنیفه و احمد رحمت الله علیهما خیلی قوی است. از او خاطر ما قائل بایستیم که بله بسم الله جزء سوره فاتحه نیست، بلکه یک آیت مستقل است. از همون خاطر ما قائل به خفیه خواندنش هستیم. بله یک مرتبه ای جهر خوانده شود، چرا که یک آیت مستقل است. قاری صاحب بعد در ختم یک مرتبه جهر بخوانه، خو لازم نیست که در سوره اخلاص بخوانه در قل هو الله احد. قاری صاحب ما حتما در قطعی سوره اخلاص میخوانه، حتما مشخص نکو. در هر موقعی که برابر شد یک مرتبه بسم الله را در بین دو سورت چی بگو؟ بگو ظاهر بگو، به جهر بگو، به خاطر که یک آیت مستقل قرآن شمرده شده و خاص نیست به سوره اخلاص. و همچنان تکرار سوره اخلاص این ضرور نیست که 3 مرتبه او را به خاطر میخوانم، میگه خطایی که در قرآن شده باشه، چون سوره اخلاص ثلث قرآن است، ختم ما تکمیل میشه. بیادرکم سوره اخلاص که ثلث قرآن است، به این اعتبار که قرآن مشتمل به 3 موضوع است: توحید است، رسالت است و میعاد است. چون سوره اخلاص مکمل بحث توحید الله را کرده، کسی که ای را بخوانه به معنا و مقصد خود بدانانه، او یقینا که یک موضوع اصولی دین تعلیم کرده، یاد گرفته. از او خاطر او سوم قرآن کریم شمرده میشه. ولی یقینا کسی که سرش عمل بکنه الله همو قدر ثواب میده. این خطاهای ختمی تو را جبیره شده نمیتونه که تو بربرک واره خواندی، در قصهش نشدی، در 3 روز ختمه را کردی، به خاطر که در 6 جای ختم گرفتی، دکانداری را شروع کردی، کل سال نشستی دیگه کار نکردی. و این در ماه مبارک رمضان این قرآن کتاب پول گرفتن نیست برای ثواب که کسی میخوانه، برای علاج درست است. دین روزی گپ تیر کردیم. به هر ترتیب اول موضوع ما چرا سوره فاتحه مقدم ذکر شده از کل سوره های قرآن کریم. 2 وجه را بیان میکنیم، اگرچه مفسرین کرام بسیار وجوهات بیان میکنه. یک وجه را ما مثل که در بسم الله بیان کردیم، سوره فاتحه مضامینش مجمل است از کل قرآن کریم. کل قرآن کریم از 4 موضوع عمده بحث میکنه. اول بحث خالقیت است، یعنی اثبات این موضوع که همه کائنات موجد و پیدا کنندش کیست؟ الله تبارک و تعالی است. و از این دلیل گرفته میشه وقتی که پیدا کننده الله تبارک و تعالی است. حالی تربیت کائنات کی میکنه؟ رب العالمین هم کی است؟ دوم موضوع بیان میشه که تربیت تمام اجسام کی میکنه؟ الله. سوم موضوع رزاقیت یا رحمانیت الله است. تربیت روح ها هم کی میکنه؟ الله. چهارم موضوع قیامت است. قیامت به 2 بخش تقسیم میشه، کسی در اونجا بغیر از اذن الله شفاعت کرده نمیتونه، شفاعت قهری و بزور اوجا وجود نداره. و دوم حالات قیامت مثل جنت، دوزخ، محاسبه، پول صراط، چیستا سوال و جواب در قبر. اینی مسائلی که تعلق به آخرت داره ذکر میشه. البته هر موضوع مصدر به کلمه الحمدلله شده. از سوره فاتحه تا سوره انعام موضوع اول، از سوره انعام تا سوره کهف موضوع دوم، از سوره کهف تا سوره سبا موضوع سوم، از سوره سبا تا آخر قرآن موضوع چهارم. موضوع چهارم تقسیم شده از سبا تا سوره فاطره نفی شفاعت قهری است، دیگه مکمل حالات قیامت بیان میشه. امی 4 موضوع در سوره فاتحه به طریق اجمال ذکر شده. در الحمدلله موضوع خالقیت الله تبارک و تعالی ذکر شده. الحمدلله کل صفاتهای کمال برای الله است. یکی از صفاتهای کمال خلق است، ایجاد است، پیدا کردن است. موضوع دوم ما تربیت است. مخلوقات که الله پیدا کرده تربیت کی کرده؟ کلان کی میکنه؟ زنده کی نگاه میکنه؟ هر حیوان، پرنده، حشره، درخت، هر چیز در منزل و مقصدش رسانیدن این میره کی میکنه؟ الله تبارک و تعالی. بعد از او تربیت روحا را کی میکنه؟ به انزال کتابای الله و بروان کردن انبیاء علیهم السلام که بندگان تربیت میکنه، ایرم الله میکنه. چهارم حالات قیامت و اختیاراتش پیش کیست؟ الله. در الحمدلله بیان خالقیت، در رب العالمین موضوع تربیت، در الرحمن الرحیم موضوع تربیت ارواح یا رزاقیت،
در مالک یوم الدین موضوع حالات آخرت است. 4 موضوع در قرآن کریم به طریق تفصیل بود، در سوره فاتحه به طریق اجمال ذکر شده بود. یک وجه. دوم، سوره فاتحه مجمل است از کل قرآن کریم. قرآن کریم از 3 موضوع عمده بحث میکنه: بحث توحید، بحث رسالت و بحث میعاد آخرت. در الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کلش بحث توحید شده، توحید الله. در اهدینا الصراط المستقیم بحث رسالت شده. در مالک یوم الدین یا 3 طایفه که در آخر ذکر میشه، در اونجا پاداش به 3 طایفه داده میشه و 3 طایفه اعمالش متنوع، نتیجهش متنوع، عقیده متنوع، اونجا اثرات متنوع می باشه. از او خاطر در اینجا بحث میعادم شده. سوره فاتحه را از می خاطر در اول سورت ها ذکر کرده. دوم موضوع ما الحمدلله، بزرگترین موضوع که الله تبارک و تعالی روان میکنن انبیا علیهم السلام، مقصد و غرض روان کردن پیغمبران بیان توحید الله است. با مخلوق الله بدانانه که فقط در تمام امور متصرف و اختیاردار تنها و تنها کیست؟ الله. لایق بندگی و پرستش کیست؟ الله می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر جماعت و امت پیغمبر روان کردیم. پیغمبر چی مضامینی داشت، چی پیامایی داشت؟ در رأس پیاما و در سر فهرستشان موضوع توحید بود. می گفتن که اعبدوا الله، عبادت یک الله تبارک و تعالی را بکنی. چرا این موضوع مهم است؟ ملت ها در زمانه ها و تاریخ ها که خطا شده، در این موضوع خطا شده. الله را من حیث خالق میپذیرفتند. مشرکین مکه هم سوال میکردی که وقتی اگر سوال میکنی که آسمان و زمین کی پیدا کرده، یا جواب میدادن که الله پیدا کرده. خالق الله را میشناختن، رب العالمین الله را میشناختن، اما در عبادت و پرستش کسی دیگر حصه میدادن. آل عبادت چی مفهومی دارد؟ یا که نعبدو بازمیم. اونجا حالات مردم ما واضح میشه برای ما که آیا مردم ما واقعا موحد واقعی است یا نیست. از امو خاطر ما زیاد تلاش ما به این خاطر است که ملت مظلومه از عقیده صحیح قرآن آگاه کنیم، بدانیم که یکتا پرستی الله کدام موضوع است، چه اثراتی داره و اگر کسی عقیده توحید نداشته باشه چی نعوذ بالله عواقب زشت داره. این را باید بدانیم. منظوری ما دلسوزی بالای ملت است. ما اینطور نمیگیم نعوذ بالله که مردم بد بگیم، مردم توهین و تحقیر کنیم. ما دل ما میسوزه که برادر مسلمانی ما که سالا زحمت کشیده تکبیر اولا را گفته، خود وقتی جان کندن هم میگه یا سخی صاحب یا پیر صاحب این حالت مرا چی کو آسان بکو. الله را نشناخته که به الله عاجزی کنه، نمیگه که الله مرا پیدا کرده، تربیت داده، رزق داده و باز معامله هم قطع الله تبارک و تعالی است. امی قدر گپ در کردن نکرده. از او خاطر ما تلاش داریم که امت این بیچاره مردم مظلوم آگاه شود که الله را بشناسه که الله کدام ذات است. آلی وقتی که موضوع توحید خیلی مهم موضوع بود، چرا شروع نکرد قرآن کریم بلا اله الا الله که گفت الحمدلله؟ عجیب درس است. قرآن یقینا کتابی است که انسان یک دم بیدار می سازه. الله تبارک و تعالی الله هست، خالق است، مالک است، متصرف است. ما مملوکش هستیم. هر فرمان الله تبارک و تعالی قابل اجراست، چون و چرا نداره. ما حق نداریم سوال بکنیم چرا گفته نمیتونیم، دلیل سوال نمیتونیم. موضوعات الله است، او فرمانده است، او خالق ماست، سر ما را مکلف به یک امر میکنه. لیکن الله تبارک و تعالی به مخلوق خود تعلیم میده که من خالق هستم. وقتی یک مسئله را بیان میکنم بی دلیل از شما نمیگم که شما بپذیری، بی دلیل براتان میگم. از شما مطالبه توحید دارم، لایق پرستش و بندگی غیر از الله دیگه کس نیست. علی یک دعواسته، بی دلیل نمیگم براتان. از همون خاطر است که در قرآن کریم سر این موضوع مکمل دلایل ذکر میشه، دلایل عقلی و دلایل نقلی. هم به عقل برات ثابت میکنم، به نقل. یقینا انسانی که متوجه تنها برای وجود خود شوه بس کفایت میکنه الله را میشناسه که الله کدام ذات است. ما سری سجده را برای کی پایان کنم؟ ما عبادت مخصوصی کی بسازم؟ بالکل درک میکنه. لیکن بازم الله دلایل بیان میکنه. به ما تو درس عظیم میده و این فرمولی واقعی راهیابی است. کسی که میخواد جدول راهیابی را پیدا کنه
که من بینمی حساب و بینمی قدم رای حق پیدا بکنم، زمانی رای حق پیدا میکنه که پیشش این احساس و شعور باشه که من هر سخنه بی سند و دلیل قبول ندارم. اگر این گپ قطش بود انشاءالله بالکل ده حق میرسه. ما نمیگیم سخنای ما را مکمل بپذیره، طول کنه سخنای ما را که سخنای ما واقعا به استناد دلیل هست یا نیست. اگر دلیل داشت باز تو پیروی دلیل میکنی، از ما را نمیکنی، چون دلیل وجود داره. ملا صاحب عالمه که گپش قبول میکنی، به این خاطر قبول میکنی که عالم از قرآن و حدیث برای ما گفته. اگر تو بگویی که نه از امو کتاب پدری خود برای ما گفته یا از شکم خود گفته، یک روزم تو گپیش نمیپذیری. و طوری مردم خوزیات است چرا گپی کلگی را نمیپذیریم. خو لیکن امی عالم اگر گپش خطا شد، خلاف دلیل شد، باز دیگه فرد گپیش ترک میکنی. این امی قسم که نی عالم است، امامای مجتهدین هم امی قسم است. عزیزا و دوستا ما را میگه سر این مسائل خیلی بحث نکو. چرا بحث نکنیم؟ راه که پیدا میتونیم، حق که پیدا میتونیم و امی توصیه ائمه مجتهدین کرام است. امی گپ است و امیر میگه امام ابو حنیفه رحمه الله مکمل مسئولیت از خود رفع کرده. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. با شاگرد ممتاز خود ابو یوسف رحمت الله علیه میگه یا یعقوب تمام چیزا را که ما میگم نوشته نکن. چرا ما انسان هستیم امروز یک سخن میگیم صبح دیگه سخن میگیم. منظوری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چیست؟ منظورش چیست که سند و دلیل برش پیدا کو. در دیگه سخن مبارک خود چی میگه؟ میگه که برای کسی جایز نیست که به قول ما فتوا بده تا وقتی که ایرا پیش نکنه به کتاب الله و سنت رسول الله. چقدر سخن طلایی گفته. ولی امروز ما تو چرا عناد میکنیم؟ چرا ضد بازی میکنیم؟ او خود بریدی توصیه میکنه و تو رای دیگری را روان هستی. چرا اینطور کار میکنی؟ سخنان امام بزرگواری تا پیش کو که با حدیث پیغمبر تکر داره، تصادم داره یا نداره. اگر داشت قولش ترک میشه بنابر توصیه خودش. او میگه که حدیث صحیح مذهبی ماست، روش ما فقط حدیث صحیح است. پیدا کنی سرش عمل بکنه. اگر نیکی موافق بود علی الراس والعین، تو تابعداری شخص نکردی، تو تابعداری دلیل کردی. اگر حنبلی است، اگر شافعی است، اگر مالکی است، کلگی نمیطور است. هیچ کس از این مستثنا نیست. اینجا تابعداری دلیل میشه و تابعداری دلیل به نام اتباع یاد میکنه. چرا بی دلیل گپ قبول نکردی؟ یکی تقلید است، یکی اتباع است. تقلید قبول قول غیر بلا دلیل است، دلیل نداری گپیش میپذیری. اتباع میگه قبول قول غیر خب با دلیل که سند داره از او خاطر میپذیری. امی دین است. این میره دین میگه. اگر کسی میگه که نه خلاف سوای از این دین است، ما خو بسیار تعجب میکنیم که چرا این دین شود، چرا این قدر دیر شود. گپی ما در ای آمد که الله تبارک و تعالی در اینجا لا اله الا الله به شروع نکرد، برای ما تعلیم داد، فرمول داد. هر سخن پذیرفته میشه به استناد دلیل. الله تبارک و تعالی دعوا داره الحمدلله کل صفتای کمال الوهیت مخصوصی الله است. یک دعواست. الله به دلیل ثابت میکنه؟ نمیکنه، بالکل میکنه. چرا کل صفتای کمال برای الله مخصوص است؟ به خاطر که رب العالمین الله است. در دنیا در جهان همه کائنات که ما مشاهده میکنیم، از درخت و سبزه گرفته تا پرنده را، از پرنده گرفته تا حشره را، حشره گرفته تا حیوانات، از حیوانات گرفته تا انسانات، از انسانات گرفته تا ملائکه و جن، کلش تربیتش کی میکنه؟ آیا یک کسی دیگری دمی صفت امرای الله شریک است؟ یا ملک، یا جن، یا پیغمبر، یا ولی؟ بگویه. داوار الله ثابت میکنه به دلیل، سخت دلیل پیش میکنه. بعد از او الرحمن الرحیم دوم دلیل، مالک یوم الدین دیگه دلیل. بس داوار به دلیل ثابت میکنه. به ما تو درس داد که انسان وقتی من سخن خود به دلیل ثابت میکنم، سخن انسان ها بی دلیل قبول شود؟ سخن انسان ها بی دلیل قبول شود؟ کلا قطعا نه. سخن انسان ها هم ضرورت به دلیل داره. از همون خاطر یک امام هم مسئله خود بی دلیل سری کسی قبولانده میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. تا که دلیل ارائه نکنه، سند از قرآن حدیث پیش نکنه، نمیشه گپش قبول. از همون خاطر در الحمدلله اولین درسی که قرآن برای ما میده، فرمول برای ما میده. هر سخن باید به استناد دلیل قابل قبول شود. دعوا باید ثابت توسط دلیل شود، بی دلیل نباشه. خب چرا لا اله الا الله نگفت که الله گفت الحمدلله؟ یک وقتی ما میگیم که لا اله الا الله
معبودی برحق و قابل بندگی و پرستش غیر از الله دیگه کسی نیست. ما وقتی این ادعا را کرده میتونیم که یقینا برای ما ثابت شود که دارنده صفات ذاتی و فعلی، دارنده صفات کمال امی ذات است، از او خاطری قابل پرستش و بندگی است. اگر این کمالات در این وجود نداشته باشه قابل بندگی و پرستش نیست. از امو خاطر کلمه الحمدلله را الله آورد و این را توحید در شکر گزاری میگه. دو ترجمه را باز میکنیم بخیر براتون. در اینجا وقتی ترجمه میکنیم همه افراد حمد و ستایش، هر کس که ستودن میکنه، صفت میکنه، مدح میکنه، در هر زمان که میکنه، در هر جایی که میکنه، از هر کسی که است، لله مخصوصی کیست؟ چند دعوا کردیم هر قسم مدح و ثنا از هر کسی که است، در هر جایی که است و در هر مقامی که است، مخصوصی کیست؟ این را با دلیل ثابت میکنیم، در آیات قرآن ثابت است. وله الحمد فی الاولی والآخره. حمد و ثنا در دنیا و آخرت برای کیست؟ خاص است برای الله. له را پیش کرد، اصلش الحمد فی الاولی والآخره له. هم در دنیا و آخرت برای الله است، له را مقدم کرده برای حصر. کسایی که علم عربیت خوانده باشه این نکته ها را درک میکنه، این را میدانه. وله الحمد فی السماوات والارض، در آسمان و زمین، در هر جایی که است. وله الحمد چیسته؟ بگوی عشیا بکرتا و عشیا. برای الله حمد صبح و بیگاسته در هر وقت است. و حامد اینجا حمد گوینده ذکر نشده، کلش مخصوص الله تبارک و تعالی است. سوال شما وارد میشه که تو میگی کلی حمدا برای الله است. ما مردم خوینه گروپا را که کسی در اینجا نصب کرده و اینطور خوب چی را قندیل برش جور کرده، میگیم چقدر خوب قندیل ساز است. صفت قندیل ساز کردیم، نجار مدح کردیم چه خوب کلکینا را ساخته، رنگ مالا میگیم چقدر رنگ خوب به مسجد داده. چطور تو میگی کلی حمدا و صفتا مخصوصی الله است؟ اینجا خوش ما حمد غیر الله رم کردیم. جواب میگیم که نه، اصل حقیقت این حمد برای الله است، نه برای نجار، نه برای رنگمال، نه برای قندیل ساز. چرا اینطور است؟ یک کسی اگر یک تصویر در بری تخته بکشه، خب گلی خیلی زیبا را رسم بکنه، مردم چی میگه؟ چقدر زیبا گل است. میگه نمیگه؟ بسیار زیبا گل است. مردم برش میگه گل چی میکنی؟ کسی که گل رسم کرده او خیلی زیباست، او خیلی ماهر است، مدح از اوسته. در دنیا که هر قدر کمال انسان داره از طرف کیست؟ الله. اگر رنگمالی درست یاد گرفته امی استعداد و قابلیت کی داده؟ اگر نجاری خوب میکنه استعداد کی داده؟ اگر قندیل سال قندیلت خوب جور کرده استعداد کی داده؟ در حقیقت حمد کیست؟ الله متعال است. یک در این صورت الف لام جنسی است یا استغراقی، هر کدامش که میگیره ماهیت حمد مخصوصی الله است. همین نام حمد که پیدا میشه مخصوصی الله است. هر فرد از افراد حمد مخصوصی الله است، در هر زمان، در هر جای و از هر کسی که صادر میشه. دوم ترجمه الف لام عهدی است. عهدی او را میگه که وقتی ما یک گپ میزنم قطع مخاطب خود میدانم که در موردی که بحث و گفتگو داریم. الحمدلله، تمام صفتهای کمال و الوهیت و حمدایی که در بین ما و مخاطبم که الله است معلوم دار است، اونو حمدا مخصوصی الله است. و حمدا کدام حمد است؟ در قرآن کریم در مقابل بعضی چیزا حمد ذکر شده. دینمی نعمتها که ما 4 موضوع را گفتم، حمد در مقابل خالقیت، حمد در مقابل تربیت، حمد در مقابل رزاقیت، حمد در مقابل بیان حال قیامت، حمد در مقابل نعمتهای جنت، هم در مقابل پیدا کردن آسمان ها و زمین، هم در مقابل انزال قرآن کریم که پشت سر در آیات ها یکه بر ما میاد در خود قرآن کریم. یعنی او را به نام اسباب حمد یاد میکنه، کدام چیزایی که باعث بالای حمد گفتن میشه این اسباب حمد میگه. یعنی بینمی خاطر حمد گفته شده، او در خود قرآن کریم هم ذکر است و همچنان در احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای الله ذکر است. از امو خاطر امو حمدار پیغمبر علیه السلام در یک دعای جامع خود الله اکبر، زمانی که ما بر میخوریم با او اذکار و دعاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عجیب نکات دو پیدا میشه. پیغمبر علیه السلام شب و روز خود که خاتمه میداد، آخرین نماز خود طاق وتر میخوان، یا 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر میخوان.
بعد از اینکه از وتر خلاص بشه، تهجد خود خلاص کرده، شب و روز شالی تکمیل شده، آخرین دعایی که میکرد بعد از وتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. پاک است او ذاتی که مالک است، مکمل اختیارات و تصرفات داره. خود جابرانه و ظالمانه اختیارات داره؟ نه، قدوس است، از هر قسم عیب و ظلم، تعدا، تجاوز بالکل منزه و پاک است. انسان نیست پاک، انسان بسیار عاجز است. الله اکبر. اظهار عاجزی خود میکنی که من یا الله، من در مقام تنزه قرار ندارم، من یک بندیت هستم، پاک خطوستی، از عیبات تو پاک هستی، من مکمل مشتمل به عیباست. اگر قصور و کوتاهی از من صورت گرفته در بخش عبادت، الله تو معاف کو. سبحان الملك القدوس میگه. بعد از میگه رب الملائکه و الروح، مالک متصرف ملائک و روح از روح هست، یعنی جبریل امین. بزرگترین مخلوق متصرفش کیست؟ الله تبارک و تعالی است. ملائکی که متصرف بود که در پیش تو روان کرده بود، عملیت نوشته میکرد، تو را از موزیات و چیزای ضررناک نگاه میکرد. ملائکی که عباداتی تا همه چیزای تا در پیش الله میبره با وصفی که الله میدانه، این را میبره. از او خاطر میگه که مالک متصرفی همین ملائک که در خدمت همین بنده معذف کرده، کی مالکش است؟ و انسان قدرت بشناس. انسان یقینا که تو ارزش خیلی زیادی داری پیش الله تبارک و تعالی. چرا؟ بندگان خیلی معصومی خود که ملائک است در خدمت تو گماشته، عبادات تو را به الله انتقال میده. این سند و شاهد است در روز قیامت برای تو. کرامن کاتبین وجود داره، ملائکی که حفاظت تو را میکنه، حفظه او وجود داره، ملکی که به تو الهام خیر میکنه وجود داره. الله اکبر. هر روز برای دعا میکنه. ملائکی وجود داره که همیشه دعا برای مؤمن درست میکنه که عمل صالح انجام میده. الله اکبر. او از الله استغفار برای تو طلب میکنه. تو مقامت شناختی انسان، الله را شناختی که تو را پیدا کرد. چرا مغرور شدی؟ جوان شدی، مال پیدا کردی، کشوفشت برابر شد، باز نمازم یادت نمیاد، الله هم یادت نمیاد، باز غرور تکبر در خود پیشه کردی. این 4 روز متاع دنیا را فکر کردی دائمی است، اینطور نیست. این کلش در اختیاری کی قرار داره؟ الله تبارک و تعالی قرار داره. بعد از او پیغمبر علیه السلام کدام دعا را میکنه؟ اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک. الله بر رضامندی تو پناه بخ تو میبرم از غضب خودت کده. که تو کدام غضب میکنی؟ الله بر رضامندیت پناه میبرم. رضامندی صفت الله است. اینجا صفت الله را وسیله میکنه پیغمبر و از سخط و غضب الله پناه به خود الله میبره. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک. از او عافیتی که به ما روان میکنی از عذابت پناه میبرم. و اعوذ بک منک، به تو پناه میبرم از تو. که تو مرا اگر معاف نکنی، مرا بخشش نکنی، عبادات مرا قبول نکنی، تباه و برباد هستم، خلاص هستم. چه دعای نیک است. بعد از او لا احصی ثناء علیک. گپی ما در این نکته بود. همین نقطه کدام نقطه است؟ الحمدلله کدام صفتای کمال است؟ همون صفتای کمال است که پیغمبر علیه السلام در آخرین دعای خود بعد از وتر میگه لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. لا احصی ثناء علیک، من شمار کرده نمیتونم صفتایی که بالای تو گفته شوه، توانمندیش ندارم. این را میگه اظهار عاجزی. من چطور صفت الله را بکنم در مقابل نعمتهای الله؟ زبانم دور میخوره، با مجردی که اراده، تصمیم، گپ، فکرم، دماغم یک دم کل وجودم متوجه است که من کدام سخن بگویم. امی قابلیت یا امی روش کی برم داده؟ اگر الله مرا گنگ بسازه، جهان جمع شوه، گنگی مرا دفع کرده میتونه بگوی. یک نعمت الله که گپ زدن است. دیگر بگذر، دیدن، شنیدن. در وجود تو به هزارها پرزه وجود داره، هزارها پرزه، 1000 قسم وظیفه را انجام میده. الله موظف کرده. کسی دیگری است که موظف بتونه؟ کسی را پیدا میتونه؟ نمیتونی. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فداه ابی و امی، پدر و مادرم قربانش، و میگه که لا احصی ثناء علیک، من شمار نمیتونم و ثناهایی که بالای تو بگویم. چرا؟ تو مستحق بسیار ثنا هستی.
کما اثنیت علی نفسک، مثل که تو سری نفسی خود ثنا گفتی و تو لایقش هستی، او ثنا را گفته نمیتونم. اینمی ثناهایی که پیغمبر در حدیث ذکر کرده در اینجا در کلمه الحمدلله آمده. امی صفتای کمال کدام صفات؟ صفتای الوهیت است، یعنی او صفتایی که الله مستحق عبادت شده که همه مخلوق عبادت الله را بکنه. دو قسم عبادت، یکی عبادت جبری، یکی عبادت اختیاری. عبادت تشریعی یا اختیاری که بالای انسان ها و جنیات است. عبادت جبری سری کل کائنات است، همگی مجبور به قوانین کیست؟ الله که کدام قانون گذاشته. از او خاطر صفتهای الوهیت مخصوص الله است. یک صفت الوهیت با احد از مخلوق ثابت نمی کنیم، نه به ملک، نه به پیغمبر، نه به ولی، نه به انسان، نه به جن، به هیچ کسی ثابت نمی کنیم. کل صفتهای کمال به دو صفت راجع میشه. به چند صفت راجع میشه؟ سوره طلاق بکش آخرین آیته در سپاره 28 سوره طلاق. ایره به خاطر نشان میدم که بفهمه کل صفتهای کمال و الوهیت به دو صفت راجع میشه. 65 سورت است در سپاره 28 سوره طلاق، آخرین آیت است، آیت 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی، الله امو ذاتی است. الله خدا معرفی میکنه برای ما و شما که الله کدام ذات است. الله کدام ذات است خدا برای ما معرفی میکنه که ما و شما باید ای را بشناسیم. کدام ذات است؟ خلق 7 سماوات که پیدا کرده 7 آسمانه، و من الارض، از زمین هم پیدا کرده مثلهن، به مثل 7 آسمان 7 طبقه زمین هم پیدا کرده. در یک جای قرآن کریم دیگه جای ذکر نیست طبقات زمین با جز از اینمی آیت. معلوم شد که زمین هم 7 طبقه مثل آسمان ها وارد داره. این خو پیدا کرده، انتظام امور در زمین و آسمان کی میکنه؟ در بین زمین و آسمان انتظام امور کی میکنه؟ احکام تکوینی و تشریعی را کی میچلانه؟ یتنزل الامر بینهن، نازل میشه فرمان الله، امر تکوینی و تشریعی الله. هر قسم امر الله در بین آسمان زمین و در بینش پایین میشه. چرا پایین میشه این امرا؟ برای کدام مقصد و غرض؟ لتعلمو که شما بدانه بنده ها خوب علمتان ثابت شود. قرآن همینطور نامده که تلاوت کنیم ثواب بگیریم. قرآن آمده که ما بدانیم، بفهمیم حقیقت امر، کدام چیز بفهمیم. ان الله، که بدانه بفهمه که یقینا الله علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره. یک شی هم از قدرت احاطه قدرت الله بیرون نیست. سر همه چیز قدرت کی ثابت است؟ همه چیز مقدور و الله چیست؟ قادر. یک عقیده تان ثابت شد که غیر از الله کسی قدرت علی کل شیء نداره. چرا کل صفتهای کمال و الوهیت به 20 صفت راجع میشه. یک گپی را بدانه، ایره باید عقیده کنه، ایره باید بفهمه، ایره در ذهنتان خب جاگزین و جابجا کنه، به خاطر که در هلاکت نفته، در انحراف نفته. و ان الله، که بدانه که یقینا الله تبارک و تعالی قد احاط، یقینا احاطه کرده بكل شیء علما، بالای تمام چیزا از حیثیت علم. علم الله وسیع است، یک چیز از احاطه علم الله بیرون نیست. برای تدبیر، برای تربیت، برای تربیت جسم و روح، برای از اینکه یک انسان چی عمل میکنه، چی پاداش داده شود، چی نیاز داره، چی حاجت داره، چند چیز بکار است، دو صفت بکار است. یکی قدرت کامل، یکی علم محیط. این دو چیز بکار است. کل صفتهای کمال الله به دو صفت راجع میشه. در الحمدلله که میگیم کل صفتهای کمال و الوهیت مخصوص الله است، دو صفت عمده معلوم شد. پس ما میگیم قادر بودن بالای تمام چیزا مخصوص کیست؟ علم محیط بالای همه چیزا مخصوص کیست؟ اگر کسی پیدا شوه و بگوید که کسی دیگه هم قدرت بالای هر شی داره، کسی دیگه پیدا شوه که کسی دیگه هم علم به هر شی داره و بگوید که به ما کانه و ما یکونه علم داره، امامای معصوم ما علم به ما کانه و ما یکونه داره، پیغمبر ما علم به ما کانه و ما یکونه داره، ولی ما علم به ما کانه و ما یکونه داره، مشرک است یا موحد؟ این مشرک است. این شرک گفته میشه. من نمیگم کتاب الله تبارک و تعالی. قرآن میگه که صفات ها مخصوص الله است و تو عقیده داری که نه.
مشکل خود با کی آواز میدی؟ راستی تا بگو. چرا این دو صفت مرجع کل صفات است؟ هر قدر فرقه هایی که انحراف کرده، هر قدر فرقه هایی که خطا شده، رای غلط انتخاب کرده، نعوذ بالله، دیگه کس حاجت روا، مشکل کشا بگه چیسته مقابل پرستش و بندگی میدانه، از همین خاطر میدانه که همین دو صفت در حقش چی داره؟ عقیده داره. همین دو صفت در حق از او چی داره؟ ما که پایم در این میز بند شوه و قریب میفتم، دمی وقت که میگم یا سخی صاحب دو عقیده دارم. یک عقیده ای دارم که آواز مرا بگو سخی صاحب میشنوه و از حال ما می دستی فعلا خبر داره که این ما در حالت افتادن هستم. این علم چی میگه؟ بگه محیط. چرا احمد در اینجا پایش بند شده، محمود در اوله بیجای، بگه دیگهش از زید در فلان جای، عبدالله در فلان جای، مختلف انسان هاست در مختلف جاها چی داره؟ ضرورت و حاجت دارد، در تکلیف واقع شده و کلگی به سخی صاحب آواز میده. عقیده تو ایسته که در هر جای سخی صاحب چی داره؟ علم داره، حالاتش هم میدانه. دوم عقیده ایسته که سخی صاحب دمی فرصت قدرت داره که مرا از زمین افتادن چی کنه؟ نجات بده. هر فرقه که اگر به بت سجده میکنه او را مشکل کشا میدانه، اگر پیغمبر، اگر ملکه، اگر ولی را مشکل کشا میدانه، اینی عقیده را در حقش داره. اگر تو صدا میکنی به یا شیخ عبدالقادر جیلانی، به این خاطر صدا میکنی که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله او میگه علم داره سر کل حاجتای ما. عجیب نیسته؟ چی تأسف جای تأسف است؟ پیرا خدا میگیره، مرشد خدا میگیره، باز میگه مولیس متواکل سری پیرا میلگه. ما چطور نلگم؟ کسی که دعوای الوهیت به خود میکنه یا به کسی ثابت میکنه، نعوذ بالله. مرید از جناب پیر صاحب سوال میکنه که ما بعضی اوقات مشکلم پیدا میشه. گفت یا شیخ عبدالقادر جیلانی بگو دیگه. در ورق برای مرید خود نوشته کرده یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله. ای شیخ عبدالقادر جیلانی یک چیزی را بروی الله بده. دادنی کی را مقرر کرد؟ شیخ عبدالقادر. خو واسطه کی را جور کرده؟ الله را. خب ببینه از این کده کفری بزرگ دیگه است که الله را دادنی جور نکو، دادنی را شیخ عبدالقادر جیلانی جور کو، خو الله را واسطه و وسیله کو برش. نعوذ بالله. بگوی دیگه ما چرا مبارزه نکنیم؟ ها؟ ما خود آرام بگیریم که جناب پیر صاحب خفه نشوه، ملا صاحب خفه نشوه. در روز قیامت به الله متعال چی جواب دارم؟ الله متعال چی جواب دار؟ اینجا تو میگی الحمدلله کل صفات کمال و الوهیت مخصوص الله است و تو در اونجا در حوایج خود آواز به علی رضی الله عنه دادی، آواز به نام سخی دادی، به شیخ عبدالقادر جیلانی دادی. او را بزرگار خو بگذار و خو یقینا علی رضی الله عنه یقینا جنتی است. پیغمبر در دنیا بشارت جنتش داده. امروز بابایی که 1 سال عمر مکمل نماز جماعت ترک کرده، در یک مسجد دیده نشده، در کوها ملنگی کرده، کالایش نجس، وجودش نجس، مخالف سنت رسول الله، در یک جمعه حاضر نشده. پیغمبر چی میگه؟ میگه یا خودم منع کنه که از جمعه ها ترک کردن جمعه خودم منع بکنه، اگر نمیکنه چی میکنه؟ الله یا شما را عذاب روان مسلط میکنه سر شما. اگر کسی 3 جمعه را پای در پای ترک میکنه، حدیث پیغمبر چی میگه؟ منافق است. او در کل عمر در دشتا گزاره کرده، نه امر بالمعروف کرده نه نهی عن المنکر. کلمه طیبه را یقین به الله بکنه، الفاظ شیاط نداره، معنا را خود بگذار. او ولیسته و بابا صاحب است. خودیش چی میکنی؟ جای خویش هم قابلی پرستش است. این دهی چشمه بوده، این چناریش است، این جای تکیهگاهیش است. در اینجا چی کرده؟ سجده کرده بود. عجیب گپاسته. آلی قبرش مردم خاکش میخوره. این دین است؟ همین دین شما میگه؟ بگویید. مولوی صاحب میگه یهود و نصارا رد نمیکنه، فقط این می گپا را گرفته. یهود و نصارا دور از هر کس شناخته شه که او یهود است و نصاراست، خود از پیشش نگاه میکنه. اما تو را که خراب کرده، در بدر کرده، در وقت جان کندنید که یا سخی صاحب گفته صدا میکنی، مشرک میموری. اینو چرا بیان نمیکنی؟ فرق در بین ترجمه ها چیست؟ ها؟ کلی مردم مرا بد میگه، ترجمه قرآن میکنم، ولی دیگه مردم خام ترجمه میکنه. او رو چرا بد نمیگه؟ واضح نمیکنه. الحمدلله را اصلی مطلب و مقصدش بیان نمیکنه به مردم.
که الحمدلله مفهوم و مقصدش چیست؟ تو صفات الوهیت مخصوص به الله میگی، قرآن میگه، بعد از او صفات الوهیت به مخلوق ثابت میکنی، او را هم علم محیط برش ثابت میکنی، هم قادر مطلق میگیشه. بگو دیگه کدام دین است؟ ما بارها گفتیم اگر علمای ما تنها مفهوم الحمدلله را به مقتضای خود بگوید، برای ما برادر زنگ میزنه که تو علما را بد میگی، کلمه خبیث استعمال میکنی. من میگم هر عالم، نمیگم او عالمی که واقعا عالم است، خدمت دین میکنه، الله برش عزت داده، وارث پیغمبر است، در مقابل دین الله واقعا لط خورده، بندی شده، دو دشنام خورده، او عالم نمیگم. او عالمی که 50 سال 40 سال 20 سال 10 سال در مسجد تیر کرده، کلمه الحمدلله را به مقتضای خود نشان نداده که الحمدلله چی مطلب داره، کدام مطلب داره. او تو عالمه خب بگویم یا بد بگویم، الله برش ملعون گفته، الله او تو عالم ملعون گفته که حقایق میپوشانه، مردم در تاریکی نگاه میشه، از دین خود آگاهی نداره. ما از امو خاطر میگیم ای برادرها دل بسوزانه، شما باور به الله بکنه، بسیار حالت خراب است. یک دفعه با حدیث پیغمبر آشنایی پیدا کنه، بعد از او عمل کرده، همین مسلمانا را ببینه، اگر گریان نکاده به الله قسم که تو یک دفعه حدیث پیغمبر را ببینی، بعد از او بیا عمل این مسلمانا را ببینی کی بیچاره از همه خیر محروم. نه خوشی ما مطابق سنت، نه غمی ما مطابق سنت، نه نماز ما مطابق سنت، نه اخلاق ما مطابق سنت، نه عمل ما مطابق سنت، نه معامله ما مطابق سنت. آخر کدام طرف روان هستیم؟ چی میکنیم؟ اگر شما میگی چرا ما یالی نماز ما مطابق سنت است، مخالف سنت است، بیا که در یک نمازی که تو میخوانی ما برای چند دانه خطایی بکشم، فقط میریم در یک مسجد کامرا بگی بدون خبر از اول تا آخره امو نماز تو تصویر بکش، هر چیش بگی، بعد از اون را حدیث به سند در مقابل عمل کرده امو ما به حدیث برات خطاها را میکشم که تا آخر بگوی که وقتی که نمازی قدر خطاها داره چطور قبول شود؟ نگفتیم همین نماز است، راستتان بگید در مسجدها که خوانده میشه، خصوصا تراویح ختم قرآن میکنه، با اجرت قاری صاحب آورده، خودی مردم میگه قاری صاحب از همین 5 شب اضافه نکو. افتخار به چی دارن؟ میگه در شهدای صالحین یک شبه ختم است، یک شبه ختم است. پیغمبر میگه کسی که از 3 روز کم قرآن نخواند هیچ فقاهت قرآن ندانست. منظوری پیغمبر است که کسی که از 3 روز کم قرآن نمیخونه هیچ قرآن نیست. قرآن برای تدبر است، معانیش در ذهنت بیار. راستی تا نبگوی همین قرآن ها که خوانده میشه یک قطره اشک میریزه، مردم آگاه نیست، مردم نمیفهمه مطلب قرآن. جوانای ما خو میشینه که خواب قاری صاحب در رکوع رسید، باز اونجا بر بدو میکنه، نیت میکنه با هر چیز مذاق، با دین الله مذاق، با هر کس معامله فریب، با الله معامله فریب. تو را به الله قسم در مجلس عروسی به ساز نشستی، خدا شور نمیدی، بلکه شانای تا توم قطع شور داده رایستی، شور نمیخوری. خدا شنیدن کتاب الله اینقدر کسالت به تو آمده؟ اینقدر قرآن برات سبک معلوم میشه؟ ما براتان میگم برادرها، یقینا ایرا براتان اعلان میکنم که ما باید بدانیم حقیقت دین خدا، لذت نماز بشناسیم که نماز کدام نماز است، چه قسم باید خوانده شود. ورخطا 15 دقیقه را در وضو تیر کردی، 3 دقیقه را در نماز. عجیب است. کدام نماز است؟ چه قسم نماز است؟ الله رحم بکنه. این ملت قابلی ترحم است. منظوری من بود که این ملت مظلوم است. از هر نگاه سرشان ظلم شده، خو از نگاه علم دین بسیار ظلم سرشان شده، خیلی زیاد ظلم شده. نیست سعی کنی حالی شما برادرها شاید که این از کمپانی، این از کوتل، این از کارتنو، این از دارلامان، این از کجا آمده؟ آیا مسجدهای نزدیک برای شما نیست در منطقیتون؟ آیا در اونجا علمای محترم قرار نداره؟ عمیق علمیت برابری مخو هر کدامش از مکد از یاد است. بالکل. چرا می درس قرآن در هر جای نیست؟ خواهر ما چرا صوبکی در این تاریکی برای پدر از او طرف من میکنه، مادر از او طرف، قوم از او طرف گپ گویی میکنه سرش که حالا وقت است کجا میره، در کدام طرف است؟ چرا چی ضرورت است؟
در خانه خود بشینه، در خانه خود لاسپیکر چالان است، مولوی صاحب متصل نماز، زیاد هم تقاضا نداریم، نیم ساعت درس قرآن بگوید. یک روز درس قرآن، یک روز درس حدیث. درس شروع باشه. ملت چرا در تاریکی بمانه؟ ملت چرا نفهمه؟ ملت چرا به قبر سجده کنه؟ ملت چرا به مخلوق سجده کنه؟ ملت چرا به قبر حاجت روا بدانه؟ ملت چرا مخلوق حاجت روا بدانه؟ ملت چرا پسکویی حرکت کنه؟ ملت چرا در پای مردم بیفته سجده کنه؟ چرا؟ اگر این کتاب الله باشه صرف الحمدلله تفسیر شوه، یک الحمدلله یک جمله است. کل صفتهای کمال الوهیت برای کیست؟ برای کسی دیگری نیست. الحمدلله ثمره و نتیجه الحمدلله برای ما برآمد که ما غیر از الله تبارک و تعالی با کسی دیگر صفت کمال ثابت، خیر صفات کمال، صفات انسان صفات الله چی فرقی داره؟ صفات الله ای فرق داره. الله سمیع از شنونده به اسباب وسیله یا با اسباب وسیله؟ به اسباب. به زمان ضرورت داره؟ به صدا ضرورت داره؟ صدای پای یک مرچه زردک در تاترین طبقه زمین که در سر شیشه یا سنگی لشم حرکت کنه صدای پایشه بلا اسباب وسیله میشنوه. خو غیر از الله هر کسی که از پیغمبر بگویه جن انسان ولی با اسباب میشنوه یا بلا اسباب میشنوه؟ سعی کنی بلا اسباب هم شاید بشنوه شاید. شما میگی نمیشنوه، این مردم خواواز برش میده. امیالی نمیگی که یا سخی صاحب سری حال ما رحم بکو برست دمی مشکل ما. صفت کمال برای الله است، تو ثابت کردی. شنیدن بلا اسباب برای چی؟ مخلوق الله. در کدام جا که تلفنی تان آنتن میده رخ میشه قطعی کسی زنگ زده میتونه؟ آنتن نمیده، فقط آنتن نمیده، اسباب است. بله سوال خو میکنه در مالک یوم‌الدین میگه پا میزنیم ان شاء الله. سوال خو میکنه چرا؟ وی اولیاء پیغمبر شنیده. عمر رضی الله عنه سر منبر صدا نکرد در ساریه رضی الله عنها این در عراق جهاد میکرد یا ساریه الجبل برش گفت و اونجا ساریه شنید. ما میگیم این شنیدن کرامت است. و این کرامت کی انجام داده؟ کرامت عزت میگه این عزت کی داده؟ غیر از امی ساعتی که الله برش شنوان دیگه وقت ساریه شنیده میتونه؟ دیگه وقت عمر رضی الله عنه صدا کرده میتونه که برای کسی بشنوانه؟ معجزم در اختیار الله به پیغمبری خود صادر میکنه. کرامت هم عزت است الله برای بنده خود داده، دمو موقع داده. خب کرامت است. دمی موقع الله برش شنوان دیگه وقت میتونه؟ نمیتونه. اینمی فرق است بین صفت خالق و صفت مخلوق. مخلوق کدام کاری را که انجام میده بلا اسباب و وسیله انجام داده. ما میبینیم با چشم فضا روشنی باشه، پرده نباشه، چقدر شرایط برش دادیم. میشنویم امیر رقم سخن میگیم که زبان داشته باشیم، دهن لب بویی گپا باشه، کام باشه. لیکن الله تبارک و تعالی متکلم است، به زبان ضرورت داره؟ سمیع است، به گوش ضرورت داره؟ دیدنی است، به چشم ضرورت داره؟ الله تبارک و تعالی دارنده صفات است و کیفیتش به ما معلوم نیست. این طور صفت به مخلوق ثابت نکنی. اگر کردی باز تو خلاف الحمدلله حرکت کردی یا موافق الحمدلله؟ خلاف الحمدلله. ان شاء الله معنا و مفهوم الحمدلله را فهمیدیم. دعوا بود الحمدلله. الله کلمه الله اسم ذاتی الله است. اسم ذاتی مانا کل صفاتای الله در کدام کلمه جمع شده؟ در کلمه الله جمع شده. هر قدر صفاتی که الله داره در کلمه الله جمع شده. چرا؟ همیشه کلمه الله موصوف واقع میشه، دیگه صفاتای الله بر صفت واقع میشه. از او خاطر ایرا اسم چی میگه؟ ذاتی. متکلمین تعریف میکنه اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. یک نامی است برای ذات واجب الوجود که جمع کننده تمام صفات کمال است. خب لیکن این تعریف متکلمین از خود ساخته است. بهترین تعریف کدام تعریف است که خود الله کرده؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. الله را اگر کسی میشناسه از اونجا بشناسه. این تعریف الله است. کلمه الله. فقط یک سخن در اینجا براتان میگم. کلمه الله وقتی که متضمن کل صفات کمال الله است، ما در وقتی که نیایش میکنیم
دعا میکنیم چه قسم کلمات استعمال بکنیم؟ الله خبر ما گفته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. برای الله اسماء الحسنى است. وقتی که شما حاجت و مقصدتان طلب میکنه با اسماء الله طلب کنه. دعاهای انبیاء علیهم السلام آمده ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اننا آمنا فاکتبنا ربنا افرغ علینا ربنا واتنا ما ربنا یا اللهم آمده نآمده، یا رحمان یا رحیم یا منان یا ذل جلال و الاکرام یا حی یا قیوم، در بسیار اذکار و دعاها شما خوانده. پس اگر ما بگوییم که یا خدا در جمله اسماء و صفات الله است، از او خاطر دو قسم دو صورت در اینجا داریم. یکی تعبیر کردن است، برای فهماندن مردم کلمه الله را ترجمه کردن به خدا، این پروا نداره، به خاطر که او مردکه کلمه الله را نشنیده نمیفهمه، خدا را میفهمه، تو برش ترجمه میتونی. اما در وقت عبادت یا خدا نمیگم. چرا؟ کلمه خدا از جمله اسماء و صفات است. یکی خدا خود ترجمه تنها مالک است. در لغت فارسی خدا چی را میگه؟ خداوند خانه، صاحب خانه، یک صاحب و مالک میگه. بس او در حالی که کلمه الله جمع کننده کل صفات کمال است. از همون خاطر در وقت نیایش و عبادت کدام کلمه را استعمال میکنیم؟ اللهم ربنا یا الله را میگیم، یا خدا نمیگیم. خب ذهنتان خلاص کنید در این مورد. از همون خاطر کوشش کنه که در استعمال کلماتتان هم کلمه کی را زیاد استعمال کنی؟ الله را. اولادم الله را. به خاطری که هر مرتبه که کلمه الله را استعمال میکنیم، کلمه چیست؟ قرآن. کلمه چی است؟ کلمات قرآن کریم وقتی که ما استعمال میکنیم در یک حرفی چند نیکی داره؟ این چند حرف است الله؟ 5. 5000 بیده میکنی چند میشه؟ به یک گفتن الله 50 نیکی میگیری. مردم حالی هم میخیزه میگه چرا مردم میگه که خدا را استعمال کنه، الله را خدا را استعمال نکنه، الله را استعمال کنه. جناب تو یک کمی فکر بکو، تو بی دینی تا چرا الله نمیگیم؟ چرا الله را استعمال نمیکنیم در کلمات خود؟ خب الحمدلله این دعوا بود. رب العالمین تربیت کننده کل مخلوقات است. اول دلیل است، صفت اول الله است و دلیل اول بالای مدعا هم است. مدعایی بود که کل صفتای کمال و الوهیت برای الله است. صفات الوهیت چی مانا؟ یعنی مستحق بندگی و پرستش تنها و تنها کیست؟ دیگه کس نیست. ترجمه الحمدلله را براتان نگفتم، دو ترجمه را میکنیم. یک ترجمه است که کل ثناها و صفتا، کل صفات اگر ذاتی است بگوی، اگر فعلی است، اگر جلالی است بگوی، اگر جمالی است، مخصوص کیست؟ الله تبارک و تعالی است. یک ترجمه است. دوم ترجمه تمام نعمت هایی که از جانب الله تبارک و تعالی بالای مخلوق شده مستحق شکرگزاری و بگوی پاسداری امین نعمت ها کیست؟ مستحق شکرگزاری امین نعمت ها الله تبارک و تعالی است. چرا اینطور میگیم؟ اولین حمله که بالای انسان میکنه برای از اینکه انسان بیرا بسازه شیطان، در چی است؟ توحید در شکر کشیدن الله. تو را منحرف میسازه که شکر الله را تنها برای الله نکنی. در کجا این گپ برای ما میگی که اولین حمله شیطان است؟ سوره اعراف هم میکشیم که یک دفعه برای ما معلوم شود. آیت 16 سوره اعراف آیت 16 پیدا کرده انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال فبما اغویتنی، شیطان ملعون شد. از الله تبارک و تعالی مطالبه انتظار کرد که در روزی که مردم از قبرها میخیزد تا او وقت برای من مهلت بده. الله گفت بله تو از جمله منذرین مهلت داده شدگی ها هستی، خود تا او زمان نه، تا وقتی که دنیا فنا میشه تا او وقت تو باقی استی. الله اکبر. ببینه ای بندگان الله، ابلیس لعین در حالتی که بالکل ملعون میشه، در مو حالت هم از الله ناامید نیست. امیدش به کی است؟ سوال از کی میکنه؟ او ما تو مسلمان سوال از کی میکنیم؟ ابلیس لعین سوال از الله میکنه، دعا از الله طلب میکنه. تو مسلمان دعوای اسلامی داری، به قبرها آواز میدی، به قبرهایی که یک خروار خاک سرش افتاده و استخوانه مکمل بوسیده شده، نه آوازی تا میشنوه، نه علم سری مشکلت داره و نه قدرت داره که مشکل تو را حل بکنه، بلکه او مرده است. به استغفار و بخشش طلب کردن تو چی داره؟ نیاز داره. یکی از جمله اهداف زیارت چیسته؟ به برادر مسلمان خود بخشش طلب کردن.
خب چرا برای از آواز میدی؟ خیر، شیطان مطالبه کرد، خب لیکن بعد از مطالبه چی قسم یاد میکنه؟ قال گفت فبما اغویتنی، پس به سبب از اینکه مرا گمراه ساختی یا الله تبارک و تعالی، نعوذ بالله، لاقعدن صراطک المستقیم، ما میشینم در راه مستقیم تو. راه مستقیم در اینجا چیسته؟ راه توحید الله است. چی میگه؟ ثم لآتینهم، ماندنی نیستم این بندگارا از خاطر از یا ما در بدر شدیم، ماندنیشان نیستم. اینطور حالات سرش بیارم که اکثریتش موحد پیدا نکنی. الله را میگه، کی میگه؟ ابلیس لعین به الله خطاب میکنه، میگه ثم لآتینهم، بعد از اون میایم به می بندگانی تو، من بین ایدیهم، از پیش رویشان، یکی دیگه و من خلفهم، از پشت سرشان، و عن ایمانهم، از طرف راستشان، و عن شمائلهم، از طرف چپشان، یک طرفش نمیمانم. میایم یارا ماندنی نیستم. باز چی میکنم؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو نمیابی اکثریتی از یارا شکرگزار. نعمت تو کرده ای، باز یا نسبتش به کی میکنه؟ به غیر تو میکنه. شیطان لعین به الله میگه، چی میگه؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی اکثریت بندگان خدا که شکرگزار باشه. حق نعمت تو را بدانه. حق نعمت اولاد کی پیدا کرده مردم؟ بگوی ها؟ خب لیکن گوساله به کی داده میشه؟ با آقا صاحب. چرا با آقا صاحب داده میشه؟ میگه اگر قدی و بند نمیداد این طفل ما چی میشد؟ ضایع میشد. اگر قدی و بند نمیداد طفل ما ضایع میشد. شکرگزاری کی را میکنه؟ اینطور کسای فعلا وجود داره که اولاد نشده کدام دفعه رفته در مزار، باز پس از او الله اولاد داده، باز او را نمیشه چی مونده؟ سخی داد. شکر الله را میکنه، شکر سخی را. شیطان گفته خبر داده و این گپ وجود داره، شکر نعمت الله کشیده نمیشه. یعنی حالتی ماست. خود جناب وقتی که به بند آقا یک آدم پیدا میشه و این قدر سالم در دنیا میه، امی چینایی بندا داده رایسته کدام آقا؟ این نفوسی از واقع از کل دنیا کده زیاد است. کدام آقا برای از یا بند میده که هم باقی میمانه، هم امی سوبیان نمیگیرشه، هم کودک سوبیان نمیگیرشه. این کودک سوبیان امی سوبیان دمی جامعه مسلمان هست؟ این قدی و بند دمی جامعه مسلمان هست؟ الله اکبر. ببینه این عقیده را بری از مادرایتان سوال کنی، بری چی براتون میگه، چی عقیده داره، به الله قسم سوال کنی. مسئول هستی، الله از پیشتان سوال میکنه. شکر نعمت الله را بکشیم. نعمت الله نمیسته که قرآن میدانیم به نزدیکترین دوست خودی قرآن برسانیم، این عقیده را برسانیم. این نعمت شکرگزاری نعمت بکنیم. و ما بكم من نعمت فمن الله، در سوره نحل است. الله میگه هر نعمتی که سر شماست از جانب کیست؟ در دعای خود پیغمبر علیه السلام نمیگفت؟ پیغمبر علیه السلام میگه اللهم ما اصبح بی من نعمت و باحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك. یا الله هر نعمتی که بالای ماست یا بالای یکی از مخلوقاتت است، از طرف کیست؟ این دعای پیغمبر علیه السلام است. لیکن ما نسبت نعمت به کی میکنیم؟ به غیر الله تبارک و تعالی میکنیم. در شکر گزاری ما را خطا میکنه. الله اول بر ما بیان کرد که الحمدلله، در شکر گزاری خطا نشوی. یک ترجمه میشه الحمدلله تمام نعمتایی که از جانب الله بالای بندگان شده و بندگان شکرگزاری میکنه. مستحق شکرگزاری و سپاسگزاری تنها و تنها کیست؟ شکرگزاری دیگه کس نمیشه، تنها الله میشه. نعمت از جانب الله است. بله قدر سپاس وسیله و اسباب میکنیم، خب لیکن اصل دهنده مسبب الاسباب کیست؟ الله. حالی ما بگیم که والا لاسپیکر خیلی خوب چیز است. نه، لاسپیکر چه چیز است؟ اگر برق نباشه لاسپیکر صدا میده؟ اگر برق نباشه لاسپیکر یک وسیله است، قدرش میکنه مطابقش مناسبش، اما اصل قدرت خونجا است. خمی برق طاقت و قوت کی داده؟ الله تبارک و تعالی داده. الحمدلله رب العالمین که تربیت کننده مخلوقات است. اینجا کلمه رب استعمال شده. رب بسیار معانی داره. مالک و متصرف میگه. رب به معنای مصلح، رب به معنای تربیت کننده، رب به معنای مدبر. این معانی کلش در قرآن کریم هم استعمال شده. رب مالک متصرف، اختیاردار، مصلح و
تربیت کننده، مدبر، کل معانی در کلمه رب گنجانیده شده. در اصطلاح رب کی را میگه؟ در اصطلاح رب او را میگه ذاتی که یک شیء درجه به درجه در حد کمالش برسانه. یک شیء درجه به درجه در حد کمال برسانه. معلوم شد در کائنات الله تبارک و تعالی درجات وجود داره. انسان هم قابل تربیت است، درخت هم قابل تربیت است، پرنده و حیوان هم قابل تربیت است. اول انسان تولد میشه از مادر هیچ چیز یاد نداره، زیر تربیت مادر قرار میگیره، گپ یاد میگیره، خوردن یاد میگیره، استادن یاد میگیره، رفتن یاد میگیره. بعد از او قدم به علوم میگذاره، فکر میکنه ها تا که در کدام حد میرسه. این تربیت میگه. درختی را که تو میشانی اول نهال شاندی، آب برش یک روز بعد پرتافته رویستی که ریشش بچسبه، باز بعد از او آب کمتر میکنی، بعد از او درخت کلان میشه، او را پیوند میکنی، باز او را خوب حفاظت میکنی تا که او میوه بگیره. اینمی عملی تو را به نام چی یاد میکنه؟ تربیت یاد میکنه. اینی را به نام تربیت یاد میکنه. چرا الله کل صفتهای کمال مخصوص الله است؟ به خاطر که تربیت کل مخلوقات کی میکنه؟ عالمین جمع عالم است. عالم در لغت مطلق نشانه را میگه. عالم به خاطر عالم میگه که نشانه بالای وجود الله است، بالای توحید الله است، بالای تدبیر الله است، بالای علم الله است، بالای حکمت الله است، بالای قیومیت الله است. همین عالم نشانه است، دلیل است بالای نمیگه پا. از او خاطر عالم برش میگه. اینجا عالمین کل مخلوقات، زمین، آسمان، انسان، جن، ملک، کلگی در عالمین داخل است. ما سوای الله تبارک و تعالی دیگه کلگی به نام چی یاد میشه؟ خب کل عالمین محتاج است یعنی که قدرت داره. در چی چیز محتاج است؟ در تربیت. در چی محتاج است؟ تربیتش کی کده؟ ملائکه در اون مقام کی رسانده؟ جنیات اونمو هدایت و برنامه زندگیش کی تعلیم داده؟ تو انسان برنامه زندگی تا کی تعلیم داده؟ حشره را، پرنده را، حیوان، درخت، علف، هر چیز تربیتش کی میکنه؟ خب تربیت مرکب از دو چیز است. از چند چیز؟ یکی اسباب تربیت است، یکی تاثیر در این اسباب است. اسباب تربیت الله دانه را پیدا کرده، میوه را پیدا کرده، آب پیدا کرده، اکسیژن را پیدا کرده. این برای بقای و حیات ما و شما است. این اسباب تربیت است. بر ما تو چشم، زبان، دست ایگه پا داده، این اسباب تربیت است. یکی تاثیر در اسباب تربیت است. دمی دانه صفت سیر کردن کی انداخته؟ در میوه صفت لذت کی انداخته؟ در اکسیژن صفت تنفس کی انداخته؟ کسی دیگری ولی یا ملک یا پیغمبر یا صحابی یا کدام بابا این تربیت، اسباب تربیت پیدا کرده میتونه؟ شاید پیدا بکنه، میتونه پیدا. یک گندم جور کنه شاید میتونه. تاثیر در این اسباب انداخته میتونه؟ میتونه؟ نمیتونه قطعا. پس خیر این صفت مخصوصی کی شد؟ کل مخلوق در زیر تربیت الله قرار داره. کدام ذاتی که کل مخلوق تربیت میکنه امو ذات لایق کیست؟ پرستش و بندگی است. الحمدلله ثابت شد یا نشد؟ چرا الله مستحق حمد و صفت است؟ به خاطر که رب العالمین است. خب رب العالمین است، تربیت کننده کل مخلوقات است، تربیت میکنه. مالک و متصرف است، مصلح است، معبود است، سید و حاکم و مدبر است. خب وقتی که همه حاکمیت از الله، تدبیر از الله، بگوی چی است؟ دیگه تربیت الله میکنه، مستحق حمدم الله است. ولی اگر کسی دمی صفتا یک صفت به غیر مخلوق، به غیر الله به مخلوق ثابت بکنه، او شرک است یا توحید است. یک کسی که مرشد خدا، عالم خدا، پدر خدا، بابای خدا قیوم زمان بگویه. قیوم چی را میگه؟ تدبیر کننده کی؟ عالم. تدبیر کننده کی؟ تدبیر کننده عالم کیست؟ الله. قیوم معنایش رب میاد. چرا رب سید و حاکم و بگوی مدبره میگه که تدبیر کلی عالم میکنه. ولی مردمایی که صراحتا نوشته میکنه که قیوم زمان، او موحد است یا مشرک؟ خب کسی که او عقیده داره امروز در مساجدتان امام است.
کسی کمی عقیده را داره امروز در مسجد توی امام است، جناب سوال کرده ای؟ پرسان کرده ای که من پشت کی نماز میخوانم؟ چی عقیده داره؟ زود زود آمده رایستیم در مسجد الله اکبر استاد میشیم، سعی نمیکنیم این امام کدام رقم امام است. باز مردم ملامت میکنن میگه انگلیس آمده بود 18 سال در پولیس خشتی چی کرد؟ نماز داد. کسی 40 سال میگه. مردم پرسان میکنه از کجا تخرج گرفتی، از کجا فارغ شده ای، چی عقیده داری، ترجمه قرآن میتونی؟ نه. درسای حدیث حیات داری؟ نه. ما یک چیز استفاده از تو میتونیم یا نه؟ اولاد ما سبا از تو چیزی را فرا گرفتم میتونه یا نه؟ ها؟ ای ریش سفیدا، ای ملک صاحبا، ای آجی صاحبا، ای وکیل صاحبا، در روز قیامت جواب داده رایستی. به الله جواب داده رایستی. در بین خود مشوره میکنه میگه چی کنیم؟ والا ملا نداریم. سعی که یک دو نفر وظیفه میده. فلانی آجی صاحب ها شما یک پشت ملا بری خو یک ملای گزاره‌ای را پیدا کنی. ملای گزاره‌ای را میفهمی؟ دو سه صورتی کوتاه را یاد داشته می باشه. اگر یک هفته کس در مسجد نان نداد قرار خوکده است بیچاره. همونجا به هیچ کس سر کار نداره. 60 سال امامت میکنه، وقتی که وفات میکنه بسیار خوب آدم بود، بسیار به کس غرض نداشت. نه تارک نماز چیزی میگفت، نه شرابخور چیزی میگفت، نه قمارباز چیزی میگفت، نه عیاشی و فحاشی را چیزی میگفت. خلاص پیش میشد چادر همینطور مثل چیز زناواری همینطور پټ کردگی روی خودم به کس نشان نمیداد. پس دسته خود بالا میکرد در حجره داخل میشد، میپرامد در حجره. مسجد چه رسالت داره؟ مسجد تنها برای نماز است. ها فقط 5 وقت اینجا حاضری بدیم پس بریم. تو یک دفعه درس بخوان تاریخ مسجد نبوی را. یا بزرگترین صحابه که همین علوم به ما رسانده، بزرگترین مفسرین در کدام مسجد تربیت شده؟ در مسجد نبوی تربیت شده. امروز چرا امور رسالت مساجد ما ادا نمیکنه؟ ای ریش سفیدا برای ما آمده بجای از اینکه در مسجد خود ملایمان بگیره ترجمه لاسپیکر ما برش میرسه، برای ما آمده که یک کمی ما قطعت صحبت داریم. امروز در جمعه میاد، بعد از جمعه قطعه ما میشینه خو بخیر که یا چی پیام داره برای ما ایره خو نمیگه. الله اکبر. این ریش سفید به الله چی جواب میگه؟ برای چی قدم مانده ای؟ خو من برش به یکیش گفتم که شما را به الله قسم برای کدام توی رفتی که سازمه نمیکردی شما قدمیتون ماندی؟ این مسئولیت علمای ماسته که ما چه رقم عالم میگیریم در مسجد. عالم چی مسئولیت داره در مسجد؟ و این مسئولیت حاجی صاحبه و کسایی که اراکین منطقه و متعلق مساجد است. شما را به الله قسم کدام دفعه می شرط گذاشتی کلیتون که حاجی صاحب اینجا باید ملای بیاری که 5 وقت برای ما ترجمه بگوید، 2 وقت ترجمه بگوید، اولاد ما اولاد شوه. هر سال میبره دخترک و بچه ما قاعده بغدادی را الف زر آبیا پیش بوها بوتیازت ورق کنده میشه. الف دو زر ان، الف دو زرین، الف دو پیشون هم دیگه سال کنده میشه. سال 4 الا در کجا میرسه؟ بگوی الف زر آ چیستا کاف زر کا تیزیرتی بدو پیش بون کاتبون او را حفظ میکنه. 5 سالی طفل ما میره دوجه هوشیار بچه است، ریاضی را یاد گرفته، کورس انگلیسی را در 6 ماه یاد گرفته، حالی انگلیسی سخن میگه، کتابی الله را خوانده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ ملای ریش سفیدی بیچاره را آورده 500 نفر دختر و بچه را برش روان کرده. او هم یک چوبی کلان درازه پیدا کرده تق میزنه بخونه. بعد از او باز چی میکنه؟ وای مرا تنگ آورده، ولی رخصت هو زده برف میشه. یک نفر فکر نمیکنه که قدر عمری وقت در این مسجد ما تیر میشه. چرا ما در پالی عالم 2 حافظ نداشته باشیم؟ یا اولاد ما درست تربیت شوه، یا اولاد ما از اول مسائل اسلامی را یاد بگیره. چرا تربیت نشوه؟ ما 40 روز درس دادیم. چند روز؟ 300 دختر و بچه را الحمدلله کلیش قرآن خوان کرده. در 40 روز 300 یک دختر و بچه باقی نمانده که قرآن همینطور بررس نخوانه. ولی چرا دی توجه نمیکنیم؟ خب افسوس است. الله رحم بکنه سری ملت. بگذار شانه ملای گزاره‌ای را میاره خلاص. قطعی ملای گزاره‌ای تیر میکنه دیگه. ملای بیچاره که هر چیز مردم میکنه قطعش روان است. در هر جای افتتاح سینما را هم سری ملا صاحب میکنه. افتتاح سینما را نمیکنه، نکار بسته نمیکنه، اونجا ساز و سرود شروع است.
ملا صاحب تو را در اتاقک میبریم اینجا ساز نیست. در هتل که هست یک اتاقک علایده است در اونجا نکاح بسته میشه. ملا صاحب قطعش روان است به خاطر 500 روپه. الله رحم بکنه. رب العالمین کل مخلوقات تربیتش کی میکنه؟ الله تبارک و تعالی میکنه. تربیت کل مخلوقات اشاره به این میکنه که مخلوقات محتاج است به الله و الله تربیت هم گیره کرده. آلی تربیت دو قسم است، یکی تربیت عام است، یکی تربیت خاص است. تربیت عام و نموسته که متعلق کل مخلوقات و کائنات میشه، حیوانات، پرنده ها، حشرات، انسان ها، جنیات، هر چیز الله پیدا میکنه. برای هر چیز راه زندگی و معیشتش برش تعلیم میده. چوچگکی مرغابی که نو پیدا میشه الله برش الهام فطری کرده، وقت در آب یک دره و بازی میکنه. ما تو بازی رایت نداریم و فرس آب بازی میکنه. تفلک نو در دنیا پیدا میشه، به مجردی که در دنیا میاد چیخ میزنه، آواز گریان میکنه. گریان کی تربیت کرده برش؟ باز بعد از او مادر وقتی در سینه خود پرته امی مکیدن یا چوشیدن سینه را کی برش تعلیم داده؟ میتونستیم تعلیم داده؟ در کدام پانتون تعلیم داده میتونستی؟ در می 3 سال. خو الله تربیت کرده. الله تربیت کرده. رب العالمین است. این را تربیت عام میگه. دوم تربیت خاص است. تربیت خاص از بندگان خاص خدا میکنه، مثل انبیاء علیهم السلام، اولیاء کرام، بندگان مخلص. این تربیت خاص توسط چی میشه؟ راه یابی. الله هدایت نصیب میکنه. در زندگی دنیا که وقت خدا میدیدی که من همیشه قدمم مطابق دین الله هست، مطابق فرمان و دستور الله است، اینی تربیت چی است؟ خاص است که الله بری تو کرده. بله الله تبارک و تعالی بندگان خود تربیت میکنه. خب کدام بنده را؟ امو بنده که انابت داره، خود محتاج به الله دانسته، ما را تربیت میکنه. الحمدلله. قرآن کریم کتابی چیست؟ بگه تربیت است. چی را برای ما تربیت میده؟ عقیده را عقیده ما را تربیت میکنه، در عمل ما را تربیت میکنه، در اخلاق ما را تربیت میکنه. زندگی خانوادگی را قرآن برای ما بیان میکنه یا نمیکنه؟ معاملات برای ما بیان میکنه یا نمیکنه؟ تمام مسائلی که ضرورت دین و زندگی ماست قرآن بیان میکنه نمیکنه؟ تربیت میکنه الله ما را، به شرطی که ما با این قرآن تعلق بگیریم. این تربیت خاص به ما وقتی نصیب میشه که ما با کتاب الله بشینیم، با این زانو بزنیم، قطعی از این گفتگو را شروع کنیم، قطعی کتاب الله گفتگو شروع کنیم. ما از پیش کتاب الله سوال کنیم که کتاب الله برای من راهنمایی کو، من بسیار خفه و خسته هستم، معامله و کارم درست نیست. قرآن برای من میگه که کدام معامله و کار چه قسم انجام بدم؟ دروغ بگویم، خیانت بکنم، غش بکنم، عیب پټ بکنم، قسم بخورم سر مال خود؟ یعنی که قرآن مرا چی هدایت برام میده؟ مکمل یک امر زندگی ما نیست که قرآن برای ما بیان نکده، یا اصولش، قوانینش، یا تفصیلش. اگر قوانینش بیان کرده، تشریحش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث برای ما کرده. رب العالمین شد. دوم صفت چی شد؟ الله. و چیست؟ صفت الله شد. اول دلیل و اول صفت الله تبارک و تعالی شد. رب العالمین تربیت کننده کل مخلوقات الله تبارک و تعالی است. الرحمن الرحیم. بحثای دیگه شمیمانه نقطه که پیشتر بریم. این دوم دلیل و دوم صفت الله تبارک و تعالی است. الرحمن الرحیم. اردویش مشتق از رحمت است. رحمت رقت یا نرمی قلب میگه. این ده انسان از همون خاطر است که در مورد صفات الله تبارک و تعالی یک تعداد خیلی خطا شده. یک تعداد قائل به است که الله نعوذ بالله صفت نداره، صفات الله را معطل میسازه. در اون زمان موجود بود و فرقه را به نام معطله یاد میکنه. چرا وا صفاتای الله را قبول نداشتن؟ میگه الله خو الله است. اگر به الله صفات ثابت بکنیم تعدد میاد، چی میاد؟ دوگانگی میاد، سهگانگی و چهارگانگی میاد. او الله خو یکی است. از این خاطر نه صفات به الله پیوست نمیکنیم. ما میگیم یک آدم هم عالم است، هم نجار است، هم دریور است، هم چیست بگه انجینر است، هم دکتر است. 20 صفت یک انسان می داشته باشه، تعدد آمد یا یکی است؟ ها؟ این احمقات تا این اندازه را نمیفهمیدن که به اثبات صفات تعدد نمیاد. خو لیکن بجای از اینکه یا بگویند که ما عقیده توحید الله را داریم، الله را یگانه میشماریم، صفات الله را چی کرد؟ نفی کرد، یا را معطله میگه. دوم قسم مردم گفت نه صفات به الله ثابت است، خو لیکن به مثل صفت ماوره نعوذ بالله. الله سمیع است، مثل ماوره گوش داره. الله بیننده است، مثل ماوره چی داره؟
یا را به نام مشبهه یاد میکنه. چی میگه؟ در شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علمبردار عقیده اهل سنت والجماعت بعد از مردنی عقیده در قرن هفتم و هشتم، شخصیتی که یقینا منهج سلف پس احیا و زنده کرد، مبارزه کرد در مقابل عظیم امید تهمت میلگانه. حتی علمای خیلی بزرگ خطا شده. صرف یک نفر ابن بطوطه، شخصی که جغرافیای دنیا را گشت و گذار میکرد، یک قصه گوی آدم بود، نقل قول از چی شیخ الاسلام کرده که در مسجد دمشق نشسته بود، گفت که الله استوا سر عرش کرده، مسلمه واره که من در سر منبر هستم، نعوذ بالله. در یک کتابی از او دیده نمیشه. حالی کتابا در رد اینمی تهمت نوشته شده، الحمدلله ثابت کرده. کل کتابای شیخ الاسلام قائل به است که استوا علی العرش ثابت است، لیکن کیفیت معلوم نیست. این عقیده اهل سنت والجماعت است. خب لیکن این فرقه مشبهه صفات الله را مشابه مخلوق میسازه. دو، سوم قسم صفت یارم مؤولین میگه. زمانی که ببینه که صفت برای الله است، مثلا اینجا بگیم که رحمان است، رحمان خلقت قلبی را میگه، قلب خود در جسم میباشه، چیزی که قلب و جسم داشته باشه او خود مرکب شد، او مرکب خود محتاج است به اجزای خود، او محتاج خود الله شده نمیتونه. خیر چی کنیم؟ میگه تاویل میکنیم. اینجا چی میگه؟ اگرچه معنای رحمت خلقت قلبی است، خب اینجا مراد از پیشش نتیجه و چیست؟ انجامش است. انجام رقت قلبی چی است؟ تفضل احسان. از این خاطر الرحمن میگه احسان کننده است. در عام کتابای اهل سنت والجماعت، در کتابای عقاید این موضوع را ذکر کرده، حالا که عقیده سلف نیست، عقیده صحابه نیست. این فرقه را به نام مؤوله یاد میکنه. ید به نام چی میگیره؟ قدرت و نعمت میگیره. استوا را به نام چی یاد میکنه؟ تسلط و قصد میگیره. حالا که طور نیست. نه خب بعضی کسا میگه که بله صفت به الله ثابت است و کیفیتش معلوم است، که بینمی قسم بینمی وضعیت ایره مکیفه میگه. اهل سنت والجماعت عقیدهش، عقیده سلف، عقیده صحابه کرام کدام است؟ صفات الله برای الله ثابت است. چه رقم ثابت است؟ امو رقم که لایق شان کیست؟ ما کیفیتش بیان کرده. الله برای الله دست ثابت است. چه رقم دست؟ دستی ما واره؟ به الله معلوم است. امو رقم که لایق شان کیست؟ به الله وجه ثابت است، به الله استوا ثابت است. خود چی رقم کیفیتش نمیدانیم. کیفیت است. از امو خاطر امام مالک رحمت الله علیه را که سوال کردن که استوا ثابت است یا نه، بله گفت استوا ثابت است، معنایش معلوم است. عرش هم ثابت است، معنایش معلوم است. اما کیفیت چی است؟ مالی سوال نمیتونیم. او سوال از کیفیت بدعت است که به کدام کیفیت الله استوا کرده. نه، امو رقم که لایق شان کیست؟ مخلوق و خالق با هم مقایسه شده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ وقتی که یک انسان یک کمی علم داره، یک کمی علم، ما از علم از او معلوم کرده نمیتونیم که چه حد علمی ازی است. ما خودی ما درک کرده نمیتونیم، در حالی که انسان قطعی تو زندگی کرده، دمی دنیا است و علم همیشه کسب کرده، بری تو اندازه علمی از او معلوم نمیشه. او ذاتی که کلی کائنات پیدا کرده و کلی کائنات راهنمایی کرده، علمی از او را کسی احاطه کرده میتونه؟ کیفیتش کسی احاطه کرده میتونه؟ کلا قطعا نه. از او خاطر اینجا الرحمن مهربان ذات است، الرحیم و مهربان ذات است. امو رقم که لایق شان کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. رحمان و رحیم اردو از رحمت مشتق شده. فرق در بین چیسته؟ در بین اردویش مفسرین مختلف نظریات داره. رحمان متعلق دنیا، رحیم متعلق چی؟ مهربان در دنیا است بالای کل مخلوقات. رحیم چی است؟ مهربان در آخرت است خود تنها برای مؤمنا. از همون خاطر یا میگه که رحمان لفظش خاص است، معنایش عام است. لفظش خاص است، غیر از الله بالای کسی دیگه اطلاق نمیشه. از همون خاطر کسی که نامش عبدالرحمن است، مردم برش الرحمن صدا نکنه، رحمان صدا نکنه، بعد امروی چی صدا کنه؟ عبدالرحمن. او تنها رحمان صدا نکنه. چرا که صفت خاصی کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. عبدالرحمن بابا را میشناسه؟ یک چی داره؟ کتاب داره نه؟ عبدالرحمن بابا در پشاور میشناسه؟ در رحمان ویل بالت در پیاد چی و دیوالت مخبلت دی یک کتاب داره. او بیچاره علم زیاد نداشت، خوب آدم بوده، خو لیکن علم نداشت. از او خاطر در اشعار خود چی را استعمال کرده؟ بدون عبد کلمه چی را؟ رحمان استعمال کرده. حالا که کلمه رحمان بغیر از الله بالای کسی دیگه اطلاق. صفات الله دو قسم است. یکی او صفاتی است که مخصوص برای الله است، یکی او صفاتی است
که بندم قطع شریک است، البته در لفظ شریک است، در معنا و مقصد رحیم صفتی است که صفت الله هم واقع شده، صفت مخلوق الله است. پیغمبر علیه السلام هم بگه واقع شده بالمؤمنین رؤوف رحیم. لیکن این اشتراک لفظی است. اشتراکی چی است؟ لفظش مشترک است، معنایش چی است؟ بگه علایده علایده. چرا؟ رحم الله بی پایان است، بی غرض است، بی عوض است. اما رحم بنده بی عوض و بی غرض می باشه؟ نمی باشه. بالای کلگی می باشه؟ نه، بالای هر کس نمی باشه. از او خاطر اینجا اشتراک لفظی وجود داره، معنوی نه. اما یک قسم صفات الله است او صفات مبالغه می باشه که غیر از الله بالای دیگه کس اطلاقش نمیشه. ستار، جبار، غفور، صحیح است؟ اینمی قسم این ناما همونطور مطلقاً بدون کلمه عبد بالای بنده اطلاق بگه نمیشه. خالق نمیگیم یک کسی را خالق، نه، عبد الخالق، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الجبار، اینی طور عبد القهار، تنها قهار برش نمیگیم. چرا؟ این صفاتای کیسته؟ مخصوص الله تبارک و تعالی است. آلی در اینجا یک رحمان رحیم اینی قدر فرق داره که رحمان در دنیا متعلق است، رحیم در آخرت. رحمان لفظش خاص، معنایش عام. رحیم لفظش عام، اطلاقش بالای الله و بالای انسانان میشه، اما معنایش چیست؟ خاص است که برای مؤمن است. بعضی فرق به این رقم میکنه که رحمان دهنده نعمتای بزرگ، رحیم دهنده نعمتای بگه کوچک. بعضی فرق میکنه. رحمان که مهربان است زیاد، یعنی مهربانیش زیاد است. او رحیم چی مانا؟ مهربانیش لازم است، یعنی حتما قطعی الله تبارک و تعالی است. بعضی رحمان اسم ذات و رحیم اسم فعل میگیره. الله ذاتش رحمان مهربان است، آیا رحمتش متعلق بنده ها میشه یا نمیشه؟ بله، رحیم هم است، رحمش متعلق بنده ها میشه. دو دیگه فرقش، بعضی میگن نه، رحمان اسم فعل است و رحیم اسم ذات است. ابن قیم رحمه الله رحمان اسم ذات، رحیم اسم فعل میگیره. رشید رضا رحمه الله مفسر تفسیر منار او میگه نه، رحمان اسم فعل است، رحیم اسم ذات است. چرا؟ به خاطری که رحمت لازم کرده قطع خود الله، رحمت قطع الله لازم است. او رحمان چی مانا؟ مهربان. او این مهربانی الله سر کل مخلوق عام شده، پس این صفت فعل گشته. اصلا تقریبا این قول قوی هم است. و دیگه کسی میگه که الرحمن کثیر النعمت، الرحیم عام که نعمتش خیلی فراگیر و عام باشه. این فرقا را مفسرین کرده، اما بهتر است که رحمان و رحیم هر دوش صفت الله است، صفت فعل و صفت ذات. یا اول صفت ذات دوم صفت فعل، یا اول صفت فعل دوم صفت ذات. یعنی رحمت لازمی الله است، کتب علی نفسه رحمه، سری ذات خود الله چی که لازم کرده؟ رحمته. و مهربانیش به کلگی عام است. آلی در اینجا یکی از جمله دلایل از اینکه کل حمدا و صفتا مخصوص الله است یا کل صفتای کمال مخصوص الله است، به خاطر که الله رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم یک صورت تربیت الله است. الله کی تربیت میکنه کل مخلوقات خدا، الله رحمان است، از او خاطر تربیت در مخلوقات میآید. ما را مادری ما تربیت کرده. کی تربیت کرده؟ خب اگر الله تبارک و تعالی رحمت در قلب مادر و پدر نمینداخت، تربیت تو تکمیل میشد؟ نمیشد. چرا؟ مادری بیچاره که قطعی تو بیخواب است، تمام میوه ها را سری خود حرام کرده، میگه ای بچگک کو طفلم دل درد نشوه، شب 10 دفعه از خواب بیدار میشه و تمام مشکلات تو را حل میکنه. امی حوصله، امی رأفت، امی شفقت، امی مهربانی را کی داده؟ شو تا صبح بیخو کده. خب بازم تفلک که گریان میکنه، مادر جان بازم در رخساری از او بوسه میگه کورشم مرش میگه. بیچاره از خود گرفته نمیتونه، لیکن بازم شفقت سری طفل داره. خبر داری؟ در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه که الله از 100 جز رحمت خود 1 جز در دنیا روان کرده. چند؟ و 1 جز در بین کل مخلوقات چی کرده؟ بگه توزیع کرده او تقسیم کرده. 1 جزء در کل مخلوقات توزیع کرده. آلی شما بگه پیغمبر علیه السلام میگه که حتی اسب وقتی که سم بی خود بالا میگیره که چوچیم زیر لغت نشوه، امی هم از آثار رحمت کیست؟ الله. در یک موقع پیغمبر علیه السلام در جهاد روان است، کدام صحابی چوچه کدام پرنده را گرفته و پرنده لشکر صحابه که میره پرنده میپره دمی روی صحابه میشینه، باز که پیشتر میره باز دمی روی. پیغمبر فکر کرد، گفتی
کی دلی از این پرنده را اوگار کرده؟ یک صحابی برش گفت که فلان صحابی چوچیش گرفته. الله الله گفت چوچیش پس بده برش. الله اکبر. پرنده است، چقدر غمی چوچی خدا داره. در حقیقت چاپلوسی به چی میکردن؟ و لشکر میکرد که چوچی مرا بگذاره. بعد از او پیغمبر علیه السلام هر حرکتی پیغمبر به حکمت و مصلحت نمی باشه. از صحابه سوال کرد، گفت چه فکر میکنی که پرنده چقدر مهربان بالای چی بود؟ همین چوچیش بود؟ گفت یا رسول الله بسیار مهربان بود. پیغمبر علیه السلام گفت بالله قسم، الله سری بندگان خود از این پرنده کدام زیاد مهربان است. در یک موقع در جهاد زن دیدن که طفل خود محکم گرفته، همینطور در دوران انقلاب بمبارد که میشد کلی تانی را مشاهده کرده. مادرات طفلکی خود چی میکنه؟ خود در مرمی میده، طفل در بغل نگاه میکنه. تو کی بری طفلکی پسر پرستیش میکنه، خلی که نمی قدر شفقت داره. پیغمبر وقتی که او زن دید به صحابه سوال کرد، گفت چقدر مهربانی داره این مادر سری طفل؟ گفت خیلی زیاد داره یا رسول الله. گفت بالله قسم، الله سری بندگان خود از این قدم مهربان است. الله اکبر. صفت رحمان مایوسی را مکمل گم میکنه. اگر یک بنده به میلیون دفعه گناه کرده، از رحمت الله مایوس نشود. الله مهربان ذات است، با شرطی که عقیده صحیح داشته باشی. گوشتان آواز کنی که عقیده توحید نداشته باشی، که کل عمر سر به سجده مانده باشی، به نزد الله مقبول است. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله بخشش نمیکنه که شرک امروش کرده شود بغیر توبه. انه من اشرک بالله فقد حرم علیه الجنه. الله سرش جنت حرام کرده. الله زیاد مهربان است. خود موضوع عقیده الله تبارک و تعالی قرآن که ورق میزنی به دلیل عقیده نیست، به خاطر که مردم عقیدهش صحیح شود که در بدر نشود. شما بگویی که دلسوزی سری مردم بکار است یا نیست؟ حج میکنن، زکات میدن، شو تا صبح تهجد میخونه بیچاره، در این روزای گرمی روزه میگیرن، اما عقیده چی را داره؟ قبول میشه این عمل به نزد الله؟ نه. بخیر میاد سوره بقره، شرک به منزله آفت است که در باغ کل درختای میوه تا چی میکنه؟ میسوزان، از بین میبره. ما و شما چقدر دلسوز باید سر ملت خود داشته باشیم. ما از همون خاطر میگم که علمای ما آخر به الله چی جواب میگه؟ این امت بیچاره را با چشم سر میبینه. مقتدیش امروز نیست، کجا رفته؟ غزنی. چی کرده؟ مریض در غزنی برده. خب مریض در غزنی برده، غزنی جور میتونه؟ این جمعی موضوعم ثمره رحمان و رحیم چیست؟ براتان میگه و مولوی صاحبی طور نگو، ما که در این قبر آمدیم، این رویداری الله است، این نازدانی الله است. ما از الله خیلی دور هستیم، بسیار گناه کردیم، الله ما را نمیپذیره. آمدیم این را واسطه میکنیم. صاحب قبر چی میکنیم؟ شما بگویی که الله زیاد مهربان است یا او صاحب قبر؟ ها؟ نه، او زیاد مهربان است. خودش میگه که مرا الله قبول نمیکنه. خیر وقتی که قبول نمیکنه به خاطر چی قبول نمیکنه؟ که خیلی زیاد گناهگار است. صاحب قبر چرا قبول میکنه شه؟ وجه قبول کردن او چرا میپذیره شه؟ بگوی برام. او چرا میپذیره شه؟ وجهش بگوی. از این خاطر که او هم گناهگار است. چی؟ وجه مشترک دارن هر دویشون. باز بدبختا میخیزن نعوذ بالله، قیاس میکنه پاچایی الله را بالای پاچایی بنده. میگه سایکو در پاچا که میری اول کسی را میبینی، وقت میگیری، واسطه پیدا میکنی، باز اونجا میری. الله چی برای ما میگه در قرآن؟ فلا تضربوا لله برای الله مثال بیان نکنه. لیس کمثلی، به مثل الله چیزی نیست و هو السمیع البصیر است. تو پاچایی الله را این مخلوق بیچاره خو متاثر است. کسی که سفارش برش میکنه او خو قرار در ارگ رفتن نمیتونی، از او خاطر ضرورت داری که کسی را پیدا کنی که تو را ببره. او خو میترسه که حالی تو بمقتی خود نبری. الله میترسه از کسی؟ الله مستقیم میگه ادعونی استجب لکم. الله کسی که گناه کرده، کسی که اسراف کرده، کسی که از حد تجاوز کرده، امور میگه کل بنی آدم خطاء، در حدیث است هر بنی آدم خطا میشه و خیر الخطائین بگه التوابون، کسایی که به الله رجوع میکنه. خود جناب اونجا که تو رفته که توی را وسیله میکنی، با کدام نیت وسیله میکنی؟ حتما عقیده داری که از الله که در این سرم مهربانی و شفقت زیاد داره. آلی با صفت رحمان رحیم عقیده داره یا نداره؟ بگوی شما، بگوی دیگه.
بس صفت رحمان و رحیم عقیده نداره، نفهمیده معنای رحمان و رحیم بیچاره. اگر این معنای رحمان و رحیم بفهمه گاهی به قبر نمیره. میگه که مهربان ذات کیسته؟ ثمره رحمان و رحیم است که ما به یک الله از او کده مهربان ذات نیست. اگر انسان هر قدر گناه بکنه بازم مهربان ذات کیست؟ توبه ما را کی قبول میکنه؟ این دو صفت در بسم الله الرحمن الرحیم هم ذکر شده بود. اینجا چرا ذکر شده؟ در اونجا به خاطر ذکر شده بود که دلیل برای طلب استعانت بود. ما چرا استعانت از الله طلب بکنیم؟ کمک از الله؟ به خاطری که مهربان ذات دهنده کمک، کننده کمک کیست؟ الله رحمان رحیم است. از او خاطر طلب میکنیم. اونجا دلیل استعانت بود، اینجا دلیل چی است؟ حمد است. چرا حمد برای الله میگیم؟ به خاطری که رحمان و رحیم کیست؟ یک وجه. دوم وجه، رحمان و رحیم رحمت دو قسم است، یکی رحمت ذاتی است، یکی رحمت صفتی است. رحمت ذاتی هم دو قسم است، یکی رحمت عام است، یکی رحمت خاص است. رحمت ذاتی عام کی را میگه؟ پیدا کردن کل مخلوقات. این رحمت ذاتی الله است و عام است، هر فرد کی پیدا کرده. آلی رحمت ذاتی خاص کی را میگه؟ در بین امی مخلوقات خود، در بین این مخلوقات ایتور کمال یا ایتور اعذار ذات برش دادن که از دیگه مخلوقات کده متمایز باشه. مثل انسان ها از دیگه مخلوقات کده متمایز. در بین انسان ها انبیاء علیهم السلام، اولیاء کرام، بندگان مؤمن مخلص یا از دیگه کده چیستند؟ ممتاز هستند. ایرا رحمت ذاتی چی میگه؟ خاص میگه. دوم قسم رحمت صفتی است. رحمت صفتی هم دو قسم است، یکی عام است یکی خاص. استعداد عام که ما بخوریم، بنوشیم، حرکت کنیم، زندگی کنیم، ایره به کلگی الله داده. ایره چی میگه؟ بگه رحمت صفتی عام. لیکن استعداد و قابلیت جداگانه، توفیق و ایمان برای رای خدمت دین و بعضی افراد الله داده. ایره صفت رحمتی چی میگه؟ خاص میگه. در بسم الله بیان صفت رحمت ذاتی بود، در الحمدلله بیان صفت رحمت چی هسته؟ صفتی است. چرا اونجا مقام ذات بود، اینجا مقام چی هسته؟ بیان صفات الله است. پس اینطور معنا میشه که الرحمن زیاد مهربان، عام مهربان، صفتای عام به کل مخلوق میده. صفتای عام کدام است؟ به هر مخلوق قابلیت زندگی کردن، استعداد زندگی کردن برش داده. الرحیم که رحم کننده است، یعنی دهنده نعمت خاص است برای بندگان خاص خود. با چی چیز؟ نعمت خاص الله چیست؟ بگه بزرگترین نعمتش هدایت است که برای کسی هدایت نصیب میکنه. باز ده هدایت که کسی تنها مؤمن میشه، بعد از اون میبینی که الله خصوصیت دیگر برش نصیب میکنه. یک نفر است تهجد میخونه، یک نفر است پولش 1 روپیش به جای مصرف نمیشه، یک نفر است حرکت گفتارش هیچ وقت به جای نیسته، همیشه در خدمت دین است. زبانش، یک نفر است قدم که میمونه برای خدمت دین است. این خصوصیت، این نعمت کی داده؟ الله تبارک و تعالی انتخاب میکنه. یک کسی است که همین صفات را نداره، مؤمن است لیکن زبانش دشنام و بدگویی میکنه، مؤمن است قدمش نعوذ بالله طرف راه غلط میره، گوشش گپی غلط میشنوه، زبانش تکلم به گپی غلط میکنه. این میسته که فرق و تفاوت در بین نعمتها وجود داره. یکی صفت نعمت عام و یکی هم صفت نعمت چی شد؟ خاص شد. این دوم دلیل شد برای کی؟ که الحمدلله است. کل صفتهای کمال مخصوص کیست؟ الله تبارک و تعالی است، رب العالمین که تربیت کننده کل مخلوقات است. الرحمن الرحیم که دهنده نعمتهای عام و نعمتهای خاصه الله تبارک و تعالی است. مالک یوم الدین، پادشاه روزی چیست؟ جزاست. یعنی اختیاردار و متصرف کی است؟ بگه روز جزاست، یوم الدین. در اینجا یکی مالک است، مالک اختیاردار میگه، متصرف میگه، یکی ملک است یکی مالک است. فرق در بین هر دو وجود داره. اینجا یک قرائت ملک هم آمده. ملک کسی میگه که تصرف در افراد میکنه خو لیکن اختیار فروختن و گپا را نداره. مالک کسی است که تصرف داره، اختیار فروختن و بگوی خریدن و آزاد کردن و هم گپا را داره. ایره چی میگه؟ مالک میگه. در اینجا الله تبارک و تعالی مالک گفته به خاطر که اختیار الله سری مخلوقاتش عام است. ملک مردم از پیش مطالبه رزق و روزی گپا را نمیکنه. مالک مطالبه رزق و روزی را
اما افراد مملوکش از پیش میکنه. ما از الله روزی را میخوایم یا نمیخوایم؟ اصلاح افراد سری مالک ضروری است. مالک باید هر چیزی که در زیر تصرفش است او را خوب نگاه کنه، به درجه کمال برسانه. سری مالک گی گپا نیست که قوم عالی اصلاح بکنه. بله به مشورت طلب بکنه، از پیش مشوره میگیره، لیکن این ضرور نیست، واجب نیست. از دو خاطر کلمه مالک الله اختیار کرده. یوم سه معنا داره، گاهی مطلق روز میگه، گاهی شب و روز اردویش میگه، گاهی مطلق یک تاریخ و زمان میگه. مثل یوم بدر، روزی بدر. روزی بدر خو یک روز نبوده، چندین روز جنگ ادامه کرده به نام یوم یاد شده. اینجا مراد از یوم مطلق وقت است، یعنی در وقتی که پاداش داده میشه. اختیارداری امو وقت کی است؟ الله است. دین اگرچه معانی زیاد داره، دین به معنای انقیاد و تابعداری، دین به معنای قانون عمومی، دین به معنای سیاست، دین یک کلمه جامع است که شامل اطاعت و فرمانبرداری و هم مگی میشه. دین به معنای پاداش دادن. اینجا دین به معنای پاداش دادن است. مالک یوم الدین اختیاردار روزی پاداش دادن است. الله تبارک و تعالی اینجا سوم صفت خدا و دلیل سوم ذکر میکنه. دلیل سوم، الله تبارک و تعالی یک روز فرا میرسه که پاداش میده. معلوم شد که اعمال انسانی در دنیا همونطور هدر نیست، اما نوشته و ثبت میشه و مطابق از او پاداش داده میشه. آلی در اینجا الله تبارک و تعالی چرا خاص میکنه که اختیارات تنها در روز جزاست که روز قیامت است؟ در دنیا خب الله اختیاردار است، به خاطر او را خصوصی ذکر میکنه که اظهار مالکیت الله در اونجا خیلی واضح میشه. در دنیا خو مخلوق خودم مالکیت مجازی داده. ما و شما مثلا در این ورق ما تصرف میکنم، قاط میکنم، چیر میکنم، هر چیزی که سرش میکنم چی هسته بگوی؟ این در اختیار خودم هسته. لیکن اینمی ملکیت حقیقی است یا مجازی؟ موقتی است یا دائمی؟ پس معلوم شد که فرق بین ملکیت ما و ملکیت الله وجود داره. ملکیت الله حقیقی است، از ما چیست؟ مجازی. ملکیت الله دائمی است، از ما چیست؟ موقتی است. از همون خاطر است که الله خو مالک دنیا هم است، لیکن در دنیا به مخلوق خود یک نوع تصرف داده. اختیارداری الله خوب واضح به مردم نمیشه، اما در اونجا اختیارداری الله به مردم خوب واضح میشه. کسی نیست که خود برپانه، حرکت بکنه، صدا یا تلفظ بکنه. کلگی منقاد به کی است؟ لمن الملک اليوم. امروز اختیارات و پادشاهی برای کیست؟ همه مخلوق الله عاجز باقی مانده استاد است. کلگی اونجا اختیارات الله ظاهر میشه. پس اختیاردار روز جزا الله تبارک و تعالی است. ای از ثمره مالک یوم الدین چی است؟ تصورات غلطی که ناشی میشه از عقاید مردم که مردم در غلط فهمی میفته، قط مالک یوم الدین مکمل رد شد. یک تعداد مردم میگه ما اگر عملی بد میکنیم، اگر ما کجروی میکنیم، خو لیکن ما بازم نجات یافته هستیم. چرا نجات یافته هستیم؟ به خاطری که کسانی وجود داره که واره الله اختیار داده سفارش ما را میکنه، سری الله میقبولانه. مثل که نصارا عقیده داره میگه عیسی علیه السلام خدا قربانی کرده برای گناه ما که هر قدر گناه بکنیم وقت چی است؟ معاف است. در بین مسلمان هم همچون مردم پیدا میشه. یهود هم همین قسم ادعاها داشتن، گفت نحن ابناء الله و اولیاؤه. ما بچای کیستیم؟ بچای الله و چیست؟ اولیای الله هستیم. نعوذ بالله. لا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. برای ما آتش نمیرسه مگر یک چند روزی معدود که یک چند تنی ما گوساله پرستی کرده، دیگه ما ټیکه‌دار جنت هستیم. این تصور پنداشت خیلی غلط و نادرست بود. از همون خاطر پشتی سر در سوره بقره همین پندارهای یهودا که به اساس دلیل نیست کل شرط میکنه، قباحت و خباثتش بیان میکنه. با تاسف که همین مرض سرایت کرده در بین مسلمان ها هم. در بین مسلمان هم یک تعداد، یک طایفه و طبقه نعوذ بالله خود معاف میدانه، میگه ما سید هستم، دیگهش میگه ما آخوندزاده هستم، دیگهش میگه ما صاحب زاده هستم، دیگهش میگه ما میازاده هستم، دیگهش میگه ما ایشان هستم، دیگهش میگه ما خوجه هستم. اینه کلگی معاف شد. یک گینمی آمی بیچاره تو مانده ای، برو دیگه چوب سوخت جهنم توستی،
قرآن اینطور تصوراتی که به اساس دلیل نیست ای را رد میکنه. نه پیغمبر علیه السلام به فاطمه رضی الله عنها چی میگه؟ که بخیز عمل بکو. بخیز چی بکو؟ من تو را نجات دادنی نیستم. وقتی که محمد رسول الله جگرگوشه و فرزند خیلی نزدیک خدا، خیلی دوست خدا که فاطمه زهرا رضی الله عنها است، او را نجات داده نمیتونه، خیر بابا و پدری تو چطور میتونه که تو را نجات بده؟ مردم خطا شده، شفاعت مفهوم و مقصدش نمیفهمه، از او خاطر در یک مصیبت دیگه واقع شده. میگه ما در خاندان اینی رقم هستیم، از او خاطر معاف هستیم. الله میگه نه، اختیاردار روز جزا کیست؟ اونجا حتی پیغمبر زبانش شور داده نمیتونه بدون اذن من ذا الذی یشفع عنده الا. کدام کسی است که سفارش بکنه به نزد الله تبارک و تعالی بدون اجازه الله؟ کسی میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. از او خاطر تصور غلط انسان نکنه، عمل خود و عقیده خود درست بکن. اگر هر قدر بچه پیغمبرم باشی، الله اکبر، قرآن چی واقعات بیدار کننده را برای ما ذکر میکنه. ابراهیم خلیل الله پدرش مشرک بود یا نبود؟ نجات داده میتونه؟ پدری پیغمبر علیه السلام هم مشرک است، در حدیث صحیح ثابت است. نجات داده میتونه؟ نمیتونه. لوط علیه السلام زنی خود نجات داده میتونست؟ نوح علیه السلام بچه خود نجات داده تانست؟ کلا قطعا نه. این داستانای است که ما را بیدار میکنه که ای مردکه، اعتماد به بابا و پدر نکو، اعتماد بالای اولاد نکو، اعتماد سری خود بکو، عقیده و عمل خودت تجور بکو. در اونجا اختیاردار روز جزا فقط و فقط الله تبارک و تعالی، و الله اجازه نمیده به او کسانانی که چیسته عقیده توحید نداشته باشه. کسی که سفارش میکنه الله اجازه میده، در حق کسی که سفارش میشه الله کی میکنه؟ بدون اجازه الله نمی باشه. او کسی که عقیده توحید نداشته باشه الله در حق از او سفارش اجازه نمیده. پس این تصور نادرست دور که از پیشش. چرا مردم چرا اینطور است؟ زمانی که دیدن که از ولی یک امر خلاف عادت صادر شود، فکر میکنه که امی کلی کمالات در وجود عزیز. کرامت خو کسی که مدعی تابعدار یک پیغمبر است دعوای پیغمبری را نداره و اعمالش مکمل مطابق سنت است، این را به نام کی یاد میکنه؟ ولی. به نام کی یاد میکنه؟ قرآن کریم در سوره یونس را معرفی میکنه. ولی کی را میگه؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. ولی کسانی هستند که عقیدهش درست باشه و مسلسل زندگی را در تقوا تیر کرده باشه، او را ولی میگه. او تقوا توسط چی حاصل میشه؟ قرآن هدی للمتقین. برنامه هدایت برای متقین کیست؟ کتاب الله. بدون کتاب الله تقوا حاصل نمیشه. پس از او خاطر اولیاء کسی است که تقوا را پیشه کرده، عقیده درست داره، او را اولیاء میگه. گاهی الله برای نشان دادن عزت ازی که برای من آدم خیلی نزدیک است، پیش است، یک امر خلاف عادت از او صادر میکنه، او در اختیاری امی بنده و ولی نمی باشه. از امو خاطر اولیای بزرگ خوشداری ازی بودن که از ما اموری خلاف عادت صادر نشوه، امو طور پنهان باشیم. خو این معنا را نداره که بله اینی ولی اینی کار خلاف عادت صادر شد دیگه مردم ها این کار نمیتونه، برای عزت ازی الله صادر کرده. خو این معنا را نداره که اینی ولی آلی کل مشکلات مردم هم حل کرده میتونه. مریض پیشش بیایی شفا برش بده، مشکل تو را حل بکنه، حاجتی تو روا بکنه، اینا این کارا را میتونه؟ کلا قطعا نه. مردم در اینجا در فریب میفته، فکر میکنه که این امر خالق العاده وقتی از این صادر شد این دیگه متصرف کامل شد. نعوذ بالله. قرآن میگه مالک یوم الدین کیست؟ الله تبارک و تعالی است. ولی هم نمیتونه که کسی را به نازدانگی چی بکنه؟ نجات بده. آلی چرا نجات داده نمیتونه به نازدانگی؟ در این صورت الله مجبور میشه. نعوذ بالله. اولا مجبور است؟ مجبور شده میتونه؟ اگر مجبوریت به الله ثابت شود الله باقی میمانه؟ نمیمانه. الله مجبور نیسته. خود توسط سفارش اگر کسی او را مجبور بکنه، آلی مردم ما همین عقیده را داره. زمانی که پرسان میکنی در قبر چرا میری؟ میگه ای به الله خیال خیلی نازدانه است. پیشش آمدیم با وصفی که من گناهگار هستم، این نمی صاحب قبر بالای الله باعث میشه مرا چی میکنه؟ میبخشه. من قانون ماندم که بعد از 8 بجه از این دروازه مسجد
یک کسی هم داخل نشوه. یک کسی هم چی نشوه؟ قانون ماندم. من خلاف قانون خدا نمیکنم. خب پسان یک نفر آمد و مولوی مصطفی قطعش قطعی است. مولوی مصطفی پیش آمد مرا گفت که مولوی صاحب خیر از خود تو قانون مانده ای، خب من برای تو بسیار پیش هستم. چرا پیش است برای من؟ یا ایسته که خب جبهه قوی داره من میترسم از پیشش، یا ایسته که کدام گپ دیگه من مربوطی عزیزته خفه است پیشم میشه، سبا گپ نمیزنه. ترسیدم یا نه ترسیدم؟ مجبور شدم یا نشدم؟ الله مجبور میشه؟ الله میترسه؟ از او خاطری توریست شفاعت به نام شفاعت چی میگه؟ قهری. توسط مالک یوم الدین رد شد بالای تور شفاعت که اختیاردار روز جزا کیست؟ از کسی متاثر نیست، به کسی محتاج نیست، از کسی خوف نداره. از او خاطر کسی به نام نازدانه پیش الله تبارک و تعالی وجود نداره. نازدانه را خب میفهمی نه؟ اولاد نازدانه کی را میگه؟ شما میفهمی؟ اولاد نازدانه ریشی پدری خدا میکنه چیز برش نمیگه، پیاله را میده میکنه چیز برش نمیگه، تلویزیون را میده میکنه چیز برش، پیسه را چیر میکنه چیز بر گریانا میکنه، در عین مجلس تو را رسوا میکنه، خود تو چیز برش ایرا میگی نازدانه. در دربار الله همینطور مخلوق وجود داره؟ قطعا نه. چرا اگر اینطور باشه خو مانایی میده که قارم خوب سرت میاد، قارم خوب به خاطر یک مقصد نمیزنیشه. اولاد به خاطر یک مقصد نمیزنی، یک دانه است میگه گم کو، از او خاطر کلان شوه. چی میگه باز؟ سوخته نبیایه. همینطور میگه نه؟ الله تبارک و تعالی از کسی هیچ نه خوفی داره، نه نیازی داره، نه حاجتی داره. در مالک یوم الدین برای ما این گپ واضح شد که اختیاردار روز جزا کیست؟ الله تبارک و تعالی. انسان 4 حالت داره. چند حالت داره؟ حالت پیدایشش، حالت تربیتش، حالت رزق یعنی دمو درجه کمال رساندنش، و حالتی که از اینکه محاسبه قطع صورت بگیره. 4 حالت داری. پیدات کی کرده؟ تربیت کی کرده؟ میوه های گوناگون و خوراک های گوناگون برای تربیت پیغمبرها و کتاب کی روان کرد؟ خب بعد از محاسبه و حساب کتابم کی میکنه؟ خب شما بگوی که عبادت حقیقی میشه. ایاک نعبد. 4 حالت داشتیم، هر 4 حالت ما در اختیار کی بود؟ پس عبادت هم در اختیار کی باشه؟ آلی رسیدیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارتباطش قطعی ما قبل نتیجه دلایل است. نتیجه چی است؟ وقتی که رب العالمین الله شد، بگوی رحمان رحیم کی شد؟ مالک یوم الدین کی شد؟ پس مستحق عبادت کی است؟ ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، خاص از تو طلب امداد میکنیم. چرا؟ خاص برای تو عبادت میکنیم به خاطری که مستحق تمام صفتهای کمال و عبادت توستی، و خاص از تو طلب امداد چرا میکنیم؟ قادر مطلق و متصرف و کارساز کیست؟ توستی، دیگه کس نیست که ما را بده. راز کل قرآن کریم دینمی 2 جمله است. ایاک نعبد، اینی را میگه راز قرآن کریم، سر قرآن کریم. کل بحث دینمی اینجا خلاصه میشه. انبیاء علیهم السلام که آمده نزاقت قوما کرده، سری همی گپ کرده. نزار سری کدام گپ کرده؟ بگه سری عبادت، که عبادت مخصوصی الله باشه، با کسی دیگری نباشه. یک. دوم ارتباط. الحمدلله رب العالمین. در رب العالمین امید ما پیدا شد که ما را تربیت میکنه. در الرحمن الرحیم آیا طمع داشته باشیم که الله ما را در یک درجه برساند؟ چرا نه؟ الرحمن الرحیم است. خب این نعمت های الله که رحمان مهربان است، خیره میتور بیتول بزنیم بخوریم شه؟ حد و حدود نداره، پابندی و قید نداره؟ داره. مالک یوم الدین، حساب و کتاب قطع میشه. این نعمت های الله را که در دنیا تو استفاده کنی، این طور نیست که هیچ سوال و بازخواست از پیشش نشوه. مکمل از اعضا سوال میشه. در مورد اعضا چی میشه؟ در مورد گوش، زبان، بگوید دست، چشم، مکمل سوال میشه. نعمت های الله است. کی را در جایش استعمال کردی یا نه؟ از این نعمت ها فایده مناسب گرفتی یا نه؟ مال، علم نعمت است، جوانی، جمال نعمت است. در مورد کلش الله تبارک و تعالی قطعی تو محاسبه میکنه. مالک یوم الدین تو را بیدار کرد که بله در دنیا آمده ای، خو لیکن فکرت باشه که تو امو طور نآمده ای، بلکه امرای تو محاسبه صورت میگیره. بالکل قطعی تو حساب و کتاب میشه. از او خاطر در اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتی، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میخواهیم.
در اونجا صفات الله را غایب ذکر کرد. الحمدلله، تمام صفات کمال برای الله است. او طور اللهی که رب العالمین است، او طور اللهی که رحمان رحیم است، او طور اللهی که مالک یوم الدین است. آنجا چرا مخاطب کردی؟ الله عالی بری تو مشخص شد، توسط صفات کمالش شناختی که الله کدام ذات است، از او خاطر عالی توجه میکنی. اونجا مقام بیان صفت الله بود، غایب ذکر میکردم. اینجا مقام ظاهر کردن عاجزی است برای کی؟ الله. از او خاطر مخاطب قرار میدم، میگم ایاک نعبدو، خاص تو را چی میکنیم؟ اصلش نعبدو کس، ما عبادت تو را میکنیم الله، لیکن بعد از او مفعول بیش مقدم شده برای حصر. از او خاطر چیسته؟ ایاک نعبدو، خاص تو را عبادت میکنیم. میگیم خاص تو را عبادت میکنیم یعنی کسی دیگر را عبادت. چرا اگر عبادت دیگر را بکنیم باز گپی ما دروغ میاد یا راست؟ دروغ میاد. چرا اینجا میگیم خاص تو را عبادت میکنیم؟ یک نفر دیگر که عبادت کردیم، عبادت به الله خاص نشد، به دیگران شده. آل عبادت چی را میگه؟ عبادت سه رکن داره: خوف، طمع، محبت. به کمال محبت، به کمال محبت، به انتهای محبت، اظهار عاجزی را که هم طمع داشته باشی و هم خوف داشته باشی. طمع به نعمت و رحمتش و خوف از عذابش داشته باشی. اینی را به نام چی یاد میکنه؟ یک عمل عبادت میگه. بهترین تعریف از این را شیخ الاسلام رحمه الله میکنه که عبادت هر قول و عملی که پسندیده و مورد رضای کی باشه؟ الله تبارک و تعالی باشه. او را به نام چی یاد میکنه؟ عبادت یاد میکنه. این را عبادت میگه. کمال عاجزی و تذلل عبادت میگه. از امو خاطر کالایی که زیاد ساییده شده باشه او شده باشه او را ثوب معبد میگه. رایی که مردم سرش خیلی زیاد رفت آمد کرده باشه او را به نام طریقی چی یاد میکنه؟ معبد یاد میکنه. انسان که بسیار عاجزی او این قدر خود نرم بکنی که رام شوی دیگه، هیچ طرف شور نمیخوری، اینی را چی میگه؟ بگه عبد میگه، بنده. این بندگی صفت مخلوق است. کلگی بندگی دو قسم است، یکی عام است یکی خاص است. یکی بندگی عام کدام میگه؟ او جبری است، تکوینی است. الله هر چیز بنده خود ساخته، به الله محتاج است. آفتاب به الله محتاج، مهتاب به الله محتاج، بگه برگ درخت، خود درخت، زمین، آسمان، همه محتاج کیستن؟ این را قانون تکوینی یا قانون جبری میگه. الله هر چیز در یک بند گذاشته، مطابق از او زندگی میکنه. الله برای ما گفته بی تنفس زندگی نمیتونه. میتونه کسی بی تنفس زندگی کنه؟ قانون جبری الله است. کلگی به این معنا بندگان کی است؟ الله است. لیکن یکی بنده تشریعی است، عبادت تشریعی است، بندگی تشریعی. بندگی تشریعی را میگه که تو را اختیار داده که اینی عمل انجام بدی، اینی نتیجه داره، اگر انجام ندی اینی قسم عواقبو چی بگه عاقبت داره بری تو را اختیار داده. پس ثواب و عقاب یا عذاب که مرتب میشه به بنده داده میشه، سری اینمی اختیاری بنده داده میشه که بنده را الله اختیار داده اینی کار بکو اینی نکو. الله ما را مجبوری نکرده. یک کسی میره به سنگ سجده میکنه، الله میتونه او را هلاک بسازه. حال یک سنگ آسمانی بیاد فرقی سرش بخوره که کلی مردم دیگه هم چی شوه؟ عبرت بگیره. لیکن نه، این کار نمیکنه. حکمت الله تقاضای از این نمیکنه که کسی را جبران متدین به دین بسازه. چرا که جبران باشه باز جنت و دوزخ از کجا میشه؟ باز کی مستحق جنت کی مستحق دوزخ می باشه؟ نه، اختیار به تو داده، عمل از تو است و بعد از اون نتیجه خود به خود مثل که در یک شی الله اثر داشت مانده باشه، مثل اثر واری مرتب میشه. لاسپیکر اگر تو میشه داغ کنم آواز میده، اثر است. چرا این نمی آواز دادن قطعی لازم است. عمل انسان هم قطعش لازم یا ثواب یا عذاب است، خامخواه دور نمیشه. لیکن به اختیار ما تو را اختیار داده، راه ها را برای ما گفته، مامورات خود الله بیان کرده، منهیات بیان کرده، برای ما طریق زندگی را بیان کرده. بعد از او برای ما میگه اینی کار اگر انجام دادی جنت جایت، اگر این کار انجام دادی نعوذ بالله دوزخ جایت است. پس هر کسی که در اونجا به جنت و دوزخ میره به خاطر ازی میره که در دنیا الله برش اختیاری عمل کردن و نه عمل کردن داده بود. تو به اختیاری خود عمل میکنی، تو به اختیاری خود در ترجمه قرآن آمدی، اینجا نشستی، این کاری خودت است.
ثواب و عذابم سر ازی مرتب میشه. ایاک نعبدو شد. پس وقتی که عبادت عبارت از نهایت تذلل و عاجزی، کمال محبت، همراه طمع و خوف باشه، این را به نام محبت یاد میکنه. اگر یک آدم محبت قطعی کسی داره اما برش طمع نداره یا از پیش خوف نداره، او معبود شده میتونه، این کاری ازی به نام عبادت یاد نمیشه. یک آدم دوستی خود خیلی زیاد، اولاد خود خیلی زیاد دوست داره اما طمع نداره به اولاد یا خوف از اولاد نداره. اگر طمع هم داشته باشه که اولادم کلام شه و میراث خور شه، خوف از پیشش نداره. اگر یک آدم محبت هم داره او خوف هم داره خود طمع نداره از پیشش، محبت هم داره خوف هم داره خود لیکن طمع از پیشش نداره، بازی عبادت شده نمیتونه به خاطری که طمع باید داشته باشه. اموی که واقعا محبت هم داره و خوف هم داره استاد است، اما محبت قطعش داره اما میترسه از او به خاطری که مرا بددعا نکنه، مرا ای نکنه، این معبود نیسته. محبت نباشه طمع و خوف باشه، یا طمع و محبت باشه خوف نباشه. مثل که یک چیزی مثلا خوف باشه خب محبت نباشه، پاچای ظالم. خوف از پیش داری، تمام از پیش داری که یک چیزی برات امضا بکنه، یک پست مقرر کنه، اما محبت قطعش نداری به خاطری که ظالم است، حاکم ظالم است. از او خاطری چی عبادت گفته نمیتونیم. عبادت وقتی میشه که سه چیز مکمل کنه انسان، او را به نام عبادت یا ارکان عبادت یاد میکنه. عالی وقتی که ما میگیم عبادت خاص است برای الله و مراد از عبادت هم عبادت گرفتیم که هر چیزی که مرضی الله است، اگر قول باشه فعل باشه هر کدامش که باشه که خوشی الله بیا، او را به نام عبادت یاد میکنه. پس مفهوم عبادت به این معنا بسیار عام میشه. تلاوت عبادت الله است، صدقه کردن عبادت الله است، حج عبادت الله است، نماز عبادت الله است، یک چیزی ضررناک از راه دور کردن عبادت الله است، کلمه معروف خوب استعمال کردن عبادت الله است، با برادر مسلمانت با جبین گشاده رو برو شدن چی است؟ عبادت الله است. کلش عبادت الله است. پس ما کلش به خاطر کی بکنیم؟ بگوی الله تبارک و تعالی بکنیم. یعنی برای یک الله عبادت بکنیم، به کسی دیگر عبادت نکنیم. تلاوت برای الله باشه. تلاوت حق الله است، برای الله است. چرا عبادت است؟ عبادت حقی کیست؟ خب ما برای کی میخوانیم؟ برای مرده ها میخوانیم یا نمیخوانیم؟ میخوانیم. خوانده بودیم ولی نمیخوانیم. خب این عبادت است، برای الله میشه. دعا به مخلوق میتونی، ختم به کسی بخشیده نمیتونی. این عبادت برای الله تبارک و تعالی است. بله دعا حقش میتونی که یا الله فلانی را من ختم کردم عبادت، اگر قبول شوه الله فلان ببخش، فلان حاجتش چی بکن روا بکن، اینی طور گفته میتونی. در غیر از اون نه. ثمره ایاک نعبدو برای ما و شما واضح میشه که آیا یقینا ما که در نماز هر رکعت خود ایاک نعبدو میگیم در عمل همی طور است یا نه؟ عبادت چقدر اهم است، چقدر اهمیت داده الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام خود روان کرده برای عبادت. ما و شما را پیدا کرده قطعی جنیات برای کی؟ و ما خلقت الجن والانس مگر برای عبادت است. آلی همین عبادت شرط قبولیتش کدام است؟ دو شرط داره عبادت. یکی اخلاص عمل که عمل خالص برای کی بکنی؟ الله. دوم موافقی کی باشه؟ سنت باشه. اگر یک شرطی از این گم شوه عبادت مقبول است. اگر با امرای عمل خود اخلاص نکردی، ریا کردی، این عمل مقبول است؟ قطعا مقبول نیست. اگر ریا نکردی خالص برای الله کردی، خو لیکن به نقشه کی نکردی؟ رسول الله، این عبادت گفته نمیشه. میلاد عبادت شده میتونه؟ چرا نمیشه؟ مردم خوب بسیار اخلاص برای محبت پیغمبر امی صدقات میکنه، چرا؟ موافق سنت رسول الله نیست. این خیرات هایی که مردم برای پشت مرده های خود میکنه عبادت مقبول است؟ چرا نیست مقبول؟ شرط های قبولیت پیدا نمیشه. یا که خاص به خاطر رضا الله میکنه لیکن به نقشه کی نیست؟ رسول الله نیست. این شرط های قبولیت عبادت است. تأسف است مردم بیچاره ما یا ایست که عبادت مخصوص الله نمیسازه. نعوذ بالله ریا رقتش ختم دارم. چی دارم؟ معنای ازی را میفهمی که ختم دارم؟ معنای ازی یعنی من قرآن خیلی زیاد دوست دارم. اینه سیکو پنجشنبه میرم میهمانخانه خدا برات نشان میده ختم دارم. مردم بفهمه که فلانی حاجی ختم داره.
لک لک بلند بلند قدم میمانه که ما این ملاها و واجه صاحبا را روان کردیم به ختم. این را به خاطر رضای الله کرد یا برای ریا کرد؟ برای ریا کرد. این مقبول است؟ نیست مقبول. از او خاطر هر عمل وقتی قابل قبول میشه که دو شرط پوره بکنه و دو شرط اینمی شرط هست که یکی خالص به خاطر رضای الله و دوم موافق نقشه رسول الله باشه. چقدر نکته مهم است. عبادت است. عبادت است. چرا این مهم است؟ به ما یک کار میکنیم. از شما سوال میکنم. الحمدلله بسیار مهمترین صورت بود یا نبود؟ بود. بدون از اون نماز میشد؟ یک تغییرات میاریم. الحمدلله را در جای التحیات لله و صلوات میخوانیم. التحیات لله و صلوات این را در چی؟ در قیام میخوانیم. نماز شده ثواب داره یا نداره؟ ها؟ و برادر چرا نداره؟ رکوع امو رکوع، سجده امو سجده است، قیام امو قیام است، تعظیم امو رقم تعظیم الله، نیت امو تر خالص برای الله. با بسیار عاجزی گریان اندیش میکنم. چرا قبول نیست؟ نقشه را تغییر دادیم. نقشه کی را تغییر دادیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نقشه را تغییر دادیم. علمای ما یک تعداد به این نکته ها تعالی رمزینش خلاص نمیشه. خدا عالم میگیره این نکته ها را نمیدانه. چی میگه؟ وای دعا خو عبادت است، حالی چی پروا داره؟ وای قرآن خواندن خو حالی بدکار است. ما نمیگیم که دعا بدکار است، قرآن خواندن بدکار است، صدقه بدکار است، خوب کار است. خب برای خود چی میخواه؟ نقشه. کدام نقشه؟ نقشه احمد و محمود؟ نقشه وکیل صاحب حاجی صاحب؟ نقشه مولا صاحب و پیر صاحب؟ نقشه محمد رسول الله میخواه صلی الله علیه و سلم. پرسان کو، جستجو کو، تلاش کو. دعای پیغمبر چطور بود؟ نماز خلاص کردم میروم طرف حدیث پیغمبر. پیغمبر 3 مرتبه استغفر الله گفت. بعد از او 6 تسبیحات گفت، آیت الکرسی، اخلاص، معوذتین. بعد از او سیده رفته در خانه خود چی کرده؟ سنت خوانده. ما و شما وری متصل سنت قطعی فرض خوانده؟ نه. خب ما و شما وری ملا صاحب نیمه دور میخوره. نیمه در یک حدیث بکشه که نیمه دور در کجا است؟ اونجا صراحتا حدیث است. یکی وقتی پیغمبر اسلام نمازم میخوان استقبل الناس، روی طرف کی میدور داد؟ یا خو شرمنده است برای قومی خود. خوب از این خاطر پس دور نمیخوره. باز دستا را بالا میکنه مردم. نه تسبیح را یاد داره بیچاره، نه سنت را در خانه خوانده میتونه. همینجا جای به جای فرض متصل استاد میشن. خوش بایستن که ما عبادت کردیم. عبادت خو کردن، شکی دو نیستن. به نام الله شاید کرده باشه، خو نقشه را چی کردن؟ اون نقشه که محمد رسول الله بیان کرده بود نیست. ما دعا را بد نمیگیم، خیرات بد نمیگیم. ما میگیم که خیرات در جای درست، در مصرف درست، در موقع درست انجام داده شود. برادرای ما محنت میکشه، زحمت میکشه، بعد ثواب خیلی زیاد ببره. آلی اگر ما بگیم که ختمه چی رقم است، شما میگی که پشت همین مسائل گرفته، ذهنتان روشن شود. چقدر ضربه داده امت اسلامی را. ختم چقدر ضربه داده؟ شما خبر داری؟ ختم چقدر ضربه داده؟ یکی خوامی خاندان دیگه نه اولادش نه خودش اراده نداره که قرآن خوب یاد بگیره. چرا؟ میگه قاری صاحبی کوره باز طلب میکنه اینجا سرش ختم میکنه. دوم وقتی که طلب کرد معلم صاحبم طلب میکنه، مامور صاحبم در ختم طلب میکنه نمیکنه؟ ها؟ 1000 شاگرد معلم صاحب به درس ماند، مراجعین مامور صاحب در دفتر برای یک امضا از ولایت آمده، شب دیگه شام در کابل باقی ماند. این برای مامور دعا میکنه یا بددعا؟ حالی فهمیده؟ خب ختم کی خورد؟ این ختم برای چی بود؟ برای ثواب بود یا برای کدام گپ دیگه؟ بگوی شما. شامی نوشته میکنه ابن عابدین رحمت الله علیه در معتبر، در فتاوای معتبری علمای احناف، شامی نوشته میکنه، میگه کسی که طور ختمه را میکنه بگوی گیرنده پول و دادنی پول اردوش چی هسته؟ گناهگار و هیچ ثواب نبرده. چرا نبرده؟ میگه به خاطری که ختمه برای چی کرد؟ پیسه. عبادت وقتی برای پیش الله مقبول بشه که برای کی باشه؟ الله. اگر اینمی 2 پیازه را برای ریش سفیدا نده، پول نده، ریش سفیدا در خانهش میره؟ من خوب ببینم در خانه ما بیا ختم کنه وی نه چای میدم شانه و نه چیز ده، چیزام برش پخته نمیکنه. بیا در میمون خانه ما بشینه ختمه کده بره باز پس برای میرند. خب ما خود گفتیم که شرط قبولیت عبادت چیست؟ اخلاص. او اینجا اخلاص وجود داره؟ نه. برای دنیا ختم کرده. ثواب چطور بخشش کنه؟ ثواب نداره.
از کجا برای مردم بخشش کنه؟ الله رحم بکنه. عالی انواع عبادت است. ما 4 قسم عبادت داریم. عبادت قولی. عبادت قولی را میفهمی؟ قسم خوردن. قسم خوردن عبادت چی است؟ به الله قسم میخوریم. مدد طلب کردن، کمک طلب کردن عبادت چی است؟ بگوی قولی است. پناه جستن عبادت چی است؟ اعوذ بالله میگیم. دوم عبادت بدنی، نماز، مراسم حج یک تعداد، روزه چی است؟ عبادت بدنی است. دو قسم. سوم عبادت مالی، مثل زکات، صدقه. صحیح است؟ عبادت چی است؟ این مردمایی که موترها را گرفته برای خواهرها اینجا انتقال میده، عبادت چی است؟ مالی است. چهارم قسم عبادت قلبی است. عبادت قلبی عبارت از تصدیق، عبارت از توکل، عبارت از انابت، عبارت از اینکه طمع داشته باشم به الله، خوف از الله داشته باشم. صحیح است؟ این عبادت چی میگه؟ قلبی. کلش مخصوصی کیست؟ پس اگر من در قسم خوردم که به سری بچیم یا به زنجیر پیغمبر، این قسم درست است؟ شرک ورزیدم؟ نه. این خود صراحتا در حدیث گفته من احلف بغیر الله فقط اشرک. کسی که قسم به غیر الله میخوره چی است؟ شرک ورزیده. چرا قسم شرک است؟ دلیل. خب پیغمبر گفته. چرا پیغمبری را شرک شمرده؟ کسی که قسم میخوره معنای زیره داره که من اینی کار کردم. قسم میخوره به خاطری که من این کار کردم. چرا قسم سر از میخوره؟ یعنی اگر من سرینمی کردن کار ما، امو کسی را که من سرش قسم میخورم خبر داره، علم داره، و اگر من خلاف گفته باشم او مرا جزا داده میتونه. او این صفت غیر از الله در کسی دیگری پیدا شده میتونه که از حالتت خبر باشه و اگر تو مخالفت بکنی تو را چی بده؟ جزا بده. غیر از الله دیگه کس داره؟ نداره. خب امروز جامعه ما کلشان به سخی صاحب قسم است یا نه؟ به تیغ ابوالفضل قسم است. میگه نمیگه؟ به زنجیر پیغمبر دو گناه کرده. یک خود قسم به غیر الله خورد، دوم حدیث جور کدیره. وقتی که گفتی زنجیر پیغمبر سندش بیار کی زنجیر پیغمبر است؟ 4 دانه پلاستیک چینایی در بند انداخته شه، بگوی در تار بازو را چی میکنه؟ آنقدر مقدس میدانه که او را بیوزو نمیگردانه. میگه بیوزوستم تسبیح را چطور بگردانه؟ ای را بوسه میکنه. او دوڑای خور. ای خود تسبیح نیست. تسبیح خود سبحان الله گفتن است، الحمدلله گفتن است. ای خود حالی شمار کردن است. حالی شمار کردن بهتر به بندای انگشت بکو. چی ضرورت است که دانا را؟ آمد گپی آجی صاحبا چند وقت بعد روان است. روان است یا نیست؟ از اونجا زنگ میزنه بچیم چند جور تسبیح گرفتی؟ پدر جان یک 2000 گرفتیم. نه بچیم کم است، 1000 دیگر هم اضافه کن. باز کم نبیایم بچیم، باز کم نبیایم. و جناب آجی صاحب تو کجا رفتی؟ برای چی رفتی در اونجا؟ تو تالی عبادت و دین الله را نمیدانی؟ میری کارخانه و فابریکی چینایا را چلانده رویستی؟ در سر تسبیح 10 در پس 3000 گرفته چند شده؟ بگه 30,000 افغانی. 30,000 افغانی را در سر تسبیح داده. 30,000 افغانی یک ماه کرایه یک موتر است که خواهران از نقطه دور انتقال بده در اینجا. این کار را نمیکنن. او را به کی بده؟ به دریور هم در افتوگیری خداویزان میکنه، دول دیل است. چی در گردن کام میکنه. عجیب است. این حالی شمار است. هیچ ضرورت به او نداریم. خسته خرما را شمار میکنیم. تسبیحات اینا بندای دست است. چی ضرورت برش دادیم؟ این تسبیح نیست. خب مردم میگه قسم به زنجیری کی؟ پیغمبر ایش در زمان شیطوری تسبیح را ندیده. تنها از صحابه امی ثابت شده. ابی هریره رضی الله عنه دانه های خرما را، خستای خرما را یا ریگا را تسبیح را سر شمار کرده، سبحان الله گفتن سر شمار کرده. خیر و خلاص. از امو خاطر یک عالم در مکتبه شامله او را پیدا میکنه، سخت رد کرده سری مسئله تسبیح او کلگی را بدعت گفته، یک دم بسیار جدی رفتار کرده و دلایل قوی را آورده. خب ما اگر کسی را سنت بدانه، اینطور عقیده داشته باشه که بی وضو گشتانده نمیشه، عقیده داشته باشه که این زنجیر پیغمبر است، قطعا بدعت است. یقینا باز قطعا بدعت است. اگر اینطور نمیدانشه، تنها آله شمار کردن برای تسبیحات یا
که وضو در آدم باشه باز میگیم پروا نداره. بازی را بدعت در دین نشد. بدعت چی شد؟ لد دین شد، برای دین. وضوی تا در یادت نگاه میکنه خیر و خلاص، یا شماری تسبیحات میکنی. خودی تسبیحات سبحان الله گفتن است. آلی قسم در جامعه ما مردم سری کی میخوره؟ بزرگترین قسم سری اولاد است. قسم چی است بگه؟ سری الله قسم. این مردم بزرگ نمیدانه. سری چی؟ میگه به سری بچیم قسم. میگه نمیگه. الله تبارک و تعالی رحم بکنه که عبادت قولی است برای الله نمیشه، برای چی میشه؟ غیر الله میشه. استعانت طلب کردن عبادت چیست؟ قولی است. ما از کی طلب میکنیم استعانت؟ در وقت مشکلات خود. مشرکین مکه وقتی که تکلیف خیلی زیاد میشد باز چی میکرد؟ به الله آواز میداد. کشتیشان که طوفانی میشد در بین بحر باز بوتا متا را مکمل فراموش میکرد، به یک کی انجام میداد؟ چیست؟ به یک الله آواز میداد. ما مسلمان ها که هر قدر زور سر ما بیا، تور بابا، شړی بابا، چلگزی بابا، ناماست مختلف آواز میدیم نمیدیم. چطور مؤمن هستیم؟ ایده کدام کتاب برای ما گفته که در حوایج و مشکلاتتان آواز به اونجا بده؟ اینجا خو یا کنستعین میگیم، خودی که ما اقرار میکنیم پشتی سر در یا کنستعین تشریحش میکنیم. خب آلی بیا، عبادت بدنی نماز است. نماز تنها برای الله میشه. راستی تا نبگوی به ارواح مردا چقدر نماز خوانده؟ خصوصا کدام روزی که مردا وفات کرده در مسجد ها او را الوای حول میگه. الوای چی میگه؟ اول. الوای حول میگه. در مسجد ها می آورد. باز مردم دو گروپ میشد. یک گروپ شروع میکرد کش و فش دم مسجد شروع بود. یک گروپ پریز بود. پریز کی پریز کرده شه؟ آقا صاحب. الله اکبر. این نعمت الله تبارک و تعالی را کی منع کرده میتونه؟ کی پریز کرده میتونه؟ محلل حلال کننده و حرام کننده کیست؟ آقا صاحب گفته که نه خوالی دیگه مکمل عمر نمیخونه، حرام است سرش. حرام است سرش. بله اگر کسی از این خاطر نخوره که بدعت است، خلاف سنت انجام داده، اونو آدم صحیح گپ میکنه. خو از این خاطر نمیخور که بدعت است. از چی خاطر نمیخورد؟ میگه ما را پریز کرده، از زچخانه پریز کرده، از مرده خانه پریز کرده. در خانه تو بدبخت کی مرده میشه تو چی میکنی؟ در خانه تو کی زچخانه میشه چی میکنی؟ چی واهیات و چی وهمیاتی بود؟ نه نیست؟ راستان بگوی. حالی در زایشگاه 100 خواهر چی میشه؟ بگوی اولاد میاره. نه زچخانه است نه گپ است. عجیب است. مردم تبا کرد در بدر کرد که علی مرده خانه است. الا او برادر مرده است، آخرین حق سری تو دار است. تو مسلمان برو او را کفن کو، او را غسل بده، او را چپرکت پایش بگی، او را دفن بکو. آخری حقوق مسلمان سرت باقی مانده. اینمی پیرا و آقا بود که ما را دمی سرحد رساند یا نرساند؟ بگوی دیگه. ما بگویم یا نگویم؟ اگر من این تشریح نکنم شما هیچ نمیفهمی. خب من تشریح میکنم. از او خاطر آقا صاحب مولوی متوکل بد میدانه، پیر صاحب مولوی متوکل میگه بد است. قاری صاحب بد میگه نه، میگه ختمای ما را در بدر کردی. مالی پیسه از کجا بگیری؟ ملا صاحبا خو اینی طور است قطمه که برادر توی شرطا را به مردم نشان دادی که ترجمه کنه و حدیث کنه. کلگی ترجمه حدیث از کجا یاد کنه؟ اینطور میگه. کلگی قطمه رو اینطور شده. آقاها و دیگه خو کلگی قطمه وجود شد. و بندار علی از کدام طرف کنه؟ خب بیا علی. نماز عبادت است. خب بروای مردا خو خیلی خوانده. نماز خو عبادت الله است، برای الله خوانده میشه. اگر تو میخوای علی این سال ثواب بره، یک آدم وفات کرده امروز، تو چطور میکنی؟ اگر نفل بخونی، اگر فرض، بهتر است که بعد از فرض دعا بکنی. بعد از فرض دعا مقبول است، در حدیث ثابت است. فرض به الله خیلی زیاد منزلت و مقام داره. بعد از فرض دست بالا کو، یا الله امروز فلانی از دنیا رفت، الله تو معامله آسان قطعش بکنی، الله جنت برش نصیب بکنی. خیلی خوب آدم بود، تو سرش رحم بکنی. اینی را میگه حق ادا کردن، اینی را میگه دعا کردن، اینی را میگه ایصال ثواب. دیگه طریقه نداره. کسی دیگه طریقه را پیدا کنه که پیغمبر صحابی وفات کرده، الوای حول در مسجد آورده، 2 رکعت نماز بر وای مرده ها خوانده. مچم ملا صاحبا چرا منع نمیکرد؟ او میگفت که برو شکم خمیال چرب شد، دیگه چی کنم؟ عجیب نیست؟ یک تعداد مردم هم امیر خوش میکنه. او برادر نکنی تور گپ نیست. در جنازه پدر شریک نمیشه، طرفی بازار میدوه. و برادر پدر وفات کرده، آخری
حقش ادا کنی، جنازه شب که یک بیل خاک سرش پرتو، بیچاره پشتی کراکری دویده رویسته، پشتی مندهی دویده رویسته، پشتی چیسته آشپز دویده رویسته که الله مردم نان تیار شه. کدام دین اسی؟ شما خودتان بگویید. حالا آخر الله برای ما عقل داده، در عقل خودم که سنجش کنیم دین نیست. خب در نماز بزرگترین اجزا، مشهورترین اجزا سیست: قیام، رکوع. همینطور است یا نه؟ همینطور است؟ خب بیا که در این معاشره مسلمانایتان سه جز بزرگ نماز تقسیم کرده. ابن قیم رحمه الله می فرماید قیام پاچاها و قماندانا و حاکما برای خود خاص کرده، رکوع را ملا صاحبا و علما به خود خاص کرده، سجده را پیر صاحبا به خود خاص کرده. پیغمبر علیه السلام در یک موقع پایش زخمی شده بود، میده شده بود، در بالاخانه همونجا زندگی میکرد. صحابه رفت یک جماعت عیادتش، وقتی نماز شد گفت همونجا جماعت میکنیم. پیغمبر علیه السلام امام بود، صحابه پشت سرش اقتدا کردن. پیغمبر نشسته بود، صحابه استاد بودن، اشاره کرد. پیغمبر علیه السلام قطع دست اشاره کرد که بشینه، صحابه ششت. بعد از اینکه نماز ختم شد پیغمبر علیه السلام برای امی مردم میگه، پیغمبر علیه السلام برای مردم چی میگه؟ لا تقوموا کما تقوم الاعاجم. استاد نشوی مثل که چی میکنه؟ استاد میشه عجما. یعظم بعضهم بعضا، که بعضی از جا بعضی دیگران را چی میکنه؟ تعظیم میکنه. من از شما سوال میکنم که صحابه کرام برای تعظیم پیغمبر استاد بود یا برای نماز الله؟ در نیت و در فکرشان آمده بود که ما مشابه عجم میشیم؟ ها؟ خب لیکن پیغمبر برشان میگه که شما مشابهت به عجم کرده. عجما پاچهایش نشسته میباشه، پاچهای سابق اگر دیده باشه در دربارشان چی میبود؟ زنا و مردا، کسی دسته تور گرفته، کسی تور گرفته، استاده میبودن برای تعظیم کی؟ عالم با تاسف که در نظام عسکری ما امو گپا داخل شده بود. سای منصب که همینطور میامد، اینطوری میکردن نمیکردن. یا این رسومات عجم است، در دینی گپا نیست. تا حالی این گپا در رسمیات دولت شامل است. امی علما کجا بود؟ امی علمای سابقی ما که امی گپا میزدن؟ و امی دولت اسلامی بود، امی گپا خو میگفتن کی کدام است؟ تا امروز به بیرق نخستی، قیام نکدی؟ ای مکتبیا، ای که در مکتب هستی، ای عسکرا، برای بیرق خستی یا نخستی؟ برای استاد خستی یا نخستی؟ استاد داخل میشه ترسی کلگی بخیزه باز بشینه. یکی خستن برای کمک است، یکی خستن برای میمان است که میمان میاد جای برش اعلام میکنی. برای استاد خستن حدیث است، صریح حدیث است. کسی که خوش داره که مردم برش متمثل شوه، بر چفک استاد شوه، نعوذ بالله مقعد جای باش خدا در جهنم آماده کرده. ببینه که قیاما را مردم برای خود، امی قیام جزء عبادت است و مردم به خود خاص کرده. قماندان صاحب استاد است، بر چفک مردم او طرف این طرف استاد. اگر همو تو عادی را تعقیب میکنی، پروا نداره که سعی میکنه پیردار که کسی نبیه، او خود مسئله پیرداری است. یکی بر چفک پیش رو اینطوری دیده خونه در رسم گذشته که تیر میشه، این در دین نیسته. آلی صحابه منظورشان مشابهت نبود، صحابه حتی در ذهنشان نگشته بود، صحابه تعظیم پیغمبر را نمیکرد، لیکن امی شکل، امی کیفیت، امی وضعیت مشابهت با وضعیت و کیفیت کی بود؟ عجما بود. پیغمبر من نکرد یا نکرد؟ خیری مولای صاحبای ما، این دکتر صاحبای ما که در تلویزیونا میگه نوروز اگر از حیثیت جشن مجوسی ها بگیریم حرام است، اگر از این حیثیت بگیریم که برفا رفت، یخی رفت، بهار آمد، گل ها تازه شد، باز هیچ پروا گک نداره. جنابی مولای صاحب، دکتر صاحب، تو حدیث های پیغمبر را بخوانی یا نمیخوانی؟ این حیثیت ها را از کجا پیدا کردی؟ این حیثیت ها را از کجا گفتی؟ مردم چرا دعوت میده به سوی نعوذ بالله جشن مجوسی ها و به سوی قبر پرستی ها؟ چرا میده؟ لحاظ مردم هم میکنی؟ به الله چی جواب داری؟ تو لحاظ که پیش مردم محبوب باشم. مولای متوکل کلی مردم دشنام بده، آبرویم فدای دینم، عزتم فدای دینم، کلگی دشنام بده. خب پیش الله متعال ملامت نشو، کلی مخلوق یک طرف شو. ما به خاطر مردم گپی حق نگویم که مردم مرا چیز نگویم.
نه، دین الله است ما باید بیان بکنم. ما بنده الله هستم، خود میگم یا که نعبدو، خاص تو رو عبادت میکنم یا الله. ولی که خوف از دیگه کس داشته باشم. چرا؟ قیام حکما برای خود خاص کرده، رکوع ملا صاحبا. شاگرد که وقتی در ملا صاحب نوره که سر پایین نکنه، که دستش بوسگک نکد، خم نکد، درس برش نمیگه. خصوصا علمای افغانستان الا ماشاء الله. یه چی رقم بیادب شاگرد است. دستی مرا بوسه نکرد، یک قدر کلان خدا عنوان کرده. برادر تو چیستی؟ ادای مسئولیتی تا بکو. شکری الله را بکش که شاگرد برات میاد، ادای مسئولیتت میشه. اگر شاگرد نمی بود تو بعد پشت شاگرد میگشتی که حالی پیدا شوه. من پشت شما میگردم. سعی کنه چقدر به عذر سعی کنه مردم عذر میکنیم. در کار دین چاپلوسی میکنیم. حاجی صاحبا و وکیل صاحبا را که یک چند روپیه بده، باز شما را دعوت میدیم، در موترا طلب میکنیم که اینجا بشینه. میکنیم نمیکنیم؟ اگر شما نباشی ما مسئولیت چطور ادا کنم؟ مجبور هستم که یک لاسپیکر را بگیرم در کوچه ها بگردم دیگه. نعتخانه واری مسئولیت خود ادا میکنیم. خب ملا صاحب خفه میشه، عالم خفه میشه، نه این شاگرد دیگه درس نمیگم. چرا؟ دستی مرا بوسه نکرده، رکوع را یا به خود خاص کرده. او رکوع صحیح است برای کسی خود خم کردن درست است؟ حدیث ابو داود است. یک صحابی سوال میکنه، گفت الرجل منا یلقا اخاه او صدیقه. یک شخص ما روبرو میشه با امرای برادری خود یا دوستی خود، اینحنی له، آیا برش انحنا بکنه؟ پیغمبر اسلام گفت لا، قال الله، پیغمبر اسلام گفت نه، انحنا نکنه، سر خم نکنی. تقبیل دست بوسه کردن از عالم، از پدر، آدمی خیلی متقی که غیرتمند است، پیشش به دستش بوسه کو، درست است، به شرطی که سر خم نکنی، دست بالا با. آقا صاحب است از مجلس قمار خیسته، مردم بیچاره ما چقدر محبت دین داره، به خاطر محبت دین آقا صاحبم تعظیم میکنه. بچهش از قمار خیسته، این میره دستور چشم. و برادر این خب بچه آقا خودم میگیره، حالی از قمار خیست، چطور تو ایره بود دستش بوسه میکنی؟ یادتان یک کسی درس حدیث خوانده بود، نواسایش باز با بای خود گفته بود که او بابا تو خود کلان سال آدم هستی، در دین اینطور سر قدم نامده، تو میری بچه فلان آقا را که خیلی سن خورد از تو داره دستی از او را بوسه میکنی، در دین نیست. دیگه دشمنی بزرگ پیدا شد. ببینه مردم حق نمیپذیره، حق نمیپذیره، گپ حقه. این رکوع بود. سجده را کی خواست کرده برای خود؟ پیر صاحبا که مرید ده پایکش نه افتاد، در پای سری خود پیشانی خود در پایش نزد و بعد از او پسکایی. اینطورام نه، چی برش میگه؟ مرگی گرفته باشه شد. اینطوری کنه بره، راستی تا نبگه. خودش نشسته در چوکی، دیگرا القی ذکر جور کرده، هو غراب میفته در ما بین. عبادت چی را گفت؟ کمال عاجزی را. کمال چی را؟ کمال چی را؟ یک رکن عبادت تذلل است. در اونجا تذلل است؟ در اونجا خود رسوایی است. آدمی کلان لنگی یک طرف میره، خودش چارپلا کجا میفته. عجیب نیست؟ چرا اینطور میکنه؟ آیا این عبادت است؟ عقل ما کجا رفته؟ امیال مردم پیروی امو مردم هم میکنه یا نمیکنه؟ امو مردم حق میگه یا نمیگه؟ چرا؟ کدام است؟ کدام دین است؟ در کدام جا است؟ در یک حدیث ثابت کنه که پیغمبر در مابین نشسته بود، صحابه در گردش رقص میکرد. چی خوانده میشه؟ عبادت چی را میگه مردم؟ ناتخوانی است، پیری ما کامل و مکمل است و پیری ما اینطور است که در یک نظر در فلان جهان میرسانه و در فلان آسمان میرسانه. اینی را گفته برو عبادت. عبادت است؟ از کاری پیغمبر در کل کتابای حدیث آمده. در یک ذکرش اگر شما ذکر پیدا کردیم، من میگم بیخیش صحیح است. ما دشمنی با کسی نداریم، یقینا نه درزادگی داریم. ما دشمنی با او عملی داریم که خلاف عمل پیغمبر باشه. امروز در جهان امی رقص، امی پایکوبی را مردم نشان میده، میگه این اسلام است. این اسلام است؟ این نمایندگی اسلام هم میکنه؟ عبادت الله چی رقم میباشه؟ خیلی خوب جناب، والا سر ما جذبه میه. بسیار خوب. حسن بصری رحمت الله علیه را کسی آمد از پیش پرسان کرد، گفته حسن رحمت الله علیه، گفت اینجا یک طایفه پیدا شده در عبادت الله بسیار ناحال میشه، میفتن. گفت امتحان کنیشه که یقینا ناحال میشه یا نه.
گفت ببریش در سری چا یا در سری موری دیوال، ذکر شروع کنی که حالی میفته یا نمیفته، یقینا که جذبه سرش میاد یا نمیاد. این عبادت نیست، این دین نیست، یقینا دین نیست، بلکه نام دین بد کردن است. ما در دین معیار داریم، کتاب الله و سنت رسول الله. اگر ذکر ماست، اگر دعای ماست، اگر نماز ماست، اگر تسبیحات ماست، همه گپای ما پیش میکنیم که با سند صحیح گپا ثابت است یا نه. سند صحیح. یک تعداد مردم میگه جانشینی پیغمبر خیلی ضروری است، خیلی زیاد ضروری است، پیغمبر از دنیا بره و جانشین به خود مقرر نکنه. خیلی خوب که جانشین مقرر کردن خیلی ضروری است. خیر چرا در قرآن ذکر نشده می جانشین؟ در قرآن خو حتی آدابی بگه خانه رفتن الله ذکر میکنه که در خانه کسی میری چند دفعه 3 مرتبه سلام علیکم استیزان بعد بکنی، اجازه طلب بکنی. ای موضوع تو که قدر مهم است چرا در قرآن ذکر نشده؟ این یک طایفه ما اینمی طور میگه که پیغمبر جانشین خود خلیفه مقرر کرد، خود دیگه غاصبین است، ابوبکر و عمر و عثمان غاصب است، این را غصب کرد، علی رضی الله عنه را مقرر کرده بود. چرا این مسئله که قدر مهم است چرا در قرآن ذکر نیست؟ خیر در قرآن مسائل خیلی عادی ذکر میشه، این خو خیلی مهم مسئله بود، این را باید ذکر میکرد. یکی این جنابا هم بگوه ولا تصوف و طریقه خیلی هم فرض است، یا در 4 خلیفه رسیده. در چند خلیفه؟ خیر وقتی که 4 خلیفه است چرا برش ابوبکریه نمیگی؟ چرا برش عمریه نمیگی؟ چرا عثمانیه نمیگی؟ چرا علیه نام نمیمانی که سهروردیه و چشتیه و نقشبندیه و قادریه میگی برش؟ آلی نام گذاشتن به مؤسس اول میشه، یعنی که در این بعد از او مؤسس بگوی در قرن 7 کسی این طریقه را داشته باشه به نام از او میشه. خیلی خوب کتابای حدیث آداب بیت الخلا را بیان کرده، همین طریقی تو را در کدام حدیث بیان کرده برای من نشان بده. یک کسی در یک جای میمان بودیم گفت مولوی سی والا خب جا پیدا کردیم، در یک جای رفتیم والا روزای چهارشنبه همونجا ذکر میکنیم، حلقه است. چی میگی؟ ما گفتم لا موجود الا هو لا مقصود الا هو. باز ما برش گفتم دیگه چیز نگفتم، تنها می قدر گفتم، ما گفتم بان که مبتلا شوه، ما گفتم برو به پیر صاحب بگو یک کسی از ما طلب کرد که می دلیل ازی در کدام حدیث آمده لا موجود الا هو لا مقصود الا هو کدام ذکر است. صبا کی رفته بودی بیچاره خبر نبود نه. امی پیر صاحب گفت پیر صاحب کسی از ما طلب کرده که می دلیلش بگو که لا موجود الا. الا گفت نمانه، دیگرها را امر کرد بزن که نمیزنی، این وابی شده. این مرد که بیرون برآمده ایران مانده که چی گپ شد سر ما. بعد از او درک که الله اکبر. ما دیگه اونجا بحثا کردیم که سیکو در امر دین هیچ موضوع به دلیل و به سند قابل قبول نیست. بعد از او الحمدلله توانست 10 نفر از او حلقه بکشه. امیطور برشان گفت که بیادر ما دلیل طلب کردم، چرا ملت میخورم؟ اگر این واقعا گپش حق باشه دلیل داشته باشه چرا سند پیش نمیکنه؟ ما از پیش طلب کرده بودیم چرا مرلت میکنه؟ معلوم شد که سند نداره، یقینا نداره. از کاری پیغمبر علیه السلام در کتب حدیث پر است، در یک جای این ذکر پیدا کنه که لا موجوده، غیر از الله دیگه موجود نیست. تو چیستی؟ تو موجود نیستی؟ نان نمیخوری؟ عمر تیر نمیکنی؟ مستحق جنت و دوزخ نمیشی؟ مکلف نیستی به احکام الله؟ تو چیستی؟ موجود نیستی، معدوم هستی. لا مقصود الا هو، غیر از الله مقصود نیست. قرآن میگه مقصد چی است؟ جنت مقصد است. رضامندی الله چی است؟ این خو مقصد است. تو چرا میگی لا مقصود الا هو؟ اینجاست که شما درک میکنی حقیقت ها را که بله عبادت مخصوصی الله تبارک و تعالی است. خو مردم سجده ها را، رکوع را، قیام برای کی میکنه؟ بگوی به غیر الله میکنه. بگوی نظر چیست؟ دعا چیست؟ طواف چیست؟ از شما سوال میکنم طواف غیر الله یک جای مخصوص ولیطوفوا بالبیت باید طواف بکنه با یک خانه قدیمی که بیت الله است. دیگه جای طواف کردن رواست یا ناروا؟ شرک است یا عدم شرک؟ قبرالی طواف نمیشه؟ خب نظر عبادت است یا غیر عبادت؟ ولیوفو بگه نذورهم، باید پورا کنه نظرهای خدا. خب به نام الله میشه نظرهای، به نام غیر الله؟ شما نظر سخی داره یا نداره؟ نظر حسین داره نداره؟ نظر بی بی داره یا نداره؟
نظر سمنک و نظر بابجانی و نظر فلان خانی داری یا نداره؟ خب عبادت الله است بغیر الله چرا میشه؟ تو کدام مسلمان هستی که در رکعت نماز میگی ایاک نعبد خاص تو را عبادت میکنم؟ امو مادر ما که ایاک نعبد گفته و پسان دیگه سمنک بار کرده به نام بی بی، چطور ایاک نعبد گفتی؟ اینجا خب عبادت بغیر الله میکنی. دعا چیست؟ دعا چیست؟ مدد خواستن، مشکل خواستن، حاجت خواستن چی هست؟ عبادت. مخصوص کیست؟ ما از غیر الله خواسته رایستیم. ببینید اینمی قسم حالت و اینی قسم مردم کم است یا زیاد است؟ خیر مسئولیت کیست که همین مردم بیچاره ما مظلوم ما؟ مردم ما خیلی دین دوست است یقینا. اگر یا حقیقت دین بدان الحمدلله یک رقم قربانی میده در دین که هیچ پرسان نکو، سری خدا میده، مال خدا میده، آبروی خدا میده. ما دیدیم برادرای عوام ما ملامت نیست. چرا که دین یک دفعه فهمیده باز که سرش میره قطعا دیگه سو نمیشه، دفاع از دین میکنه. خب لیکن کسی برش بیان کرده؟ وضاحت داده که یا که نعبدو چی مطلب داره؟ ما خاص تو را عبادت میکنیم، ما عبادت خاص تو را میکنیم یا الله. و اینجا عبادت برای کی میشه؟ رکوع سجده برای کی میشه؟ نظر برای کی میشه؟ طواف برای کی میشه؟ عبادت برای کی میشه؟ اینجاست. قربانی برای کی میشه؟ مال ذبح کردن در کدام جای میشه؟ مال خودم اینجا ذبح میشه اگر به نام الله میکنی در سر قبر چی میکنی؟ لا عقر فی الاسلام در حدیث نامده. پیغمبر علیه السلام کسی نظر که بود در فلان جای فلان حیوان ذبح میکنم در مقام بوانه، گفت اونجا کدام مراسم از مراسم زمان جاهلیت بود یا نبود؟ اگر مراسم هم باشه اونجا نبری ذبح نکنی. لیکن امروز سر قبر مستقیما میبره امونجا ذبح میکنه. یک ملا صاحب برای ما گفت میگه روز نوروز بود، گاوا گرفته بود قومی، پدرشان گور است یک جای، بابا کلانشان بازور احاطه کرده، دیگه قبرها خموتر سگ میگرده و مال و مرکب کلگی سرش میگرده. خب بابا را چی کرده بود؟ احاطه کرده بود. گفت روز نوروز بود، مردم جمع شده بود، یک مولوی پیدا شد تقریر کرد که روز جشن نوروز جشن مجوسی است، حلال کردن سری قبری طور حرام است. گفت نعوذ بالله من نمیفهمیدم. دو وقت مولوی بسیار گریان میکرد، الله مغفرت کنه، وفات کرد. گفت مولوی صاحب مردم یک دم آمدن که مولا صاحب تو چی میگی؟ من گفتم بری حلال کنی. گفتم کلی گپای مولوی صاحب بیچاره از بین رفت. مردم هم گاوا در روز نوروز در سر قبر چی کردن؟ حلال کردن. بازو بیچاره وقتی در ترجمه قرآن شش بسیار گریان میکرد. مرا میگفت که الله مرا میبخشه. مولوی صاحب بیانه من گفتم الله رحمان است، توبه بکن. هیچ کس اولی طور پوره و کامل نیست. اینمی طور عقایدی غلط ما هم داشتیم تا که در کتاب الله ننشستیم. در کتاب الله که نشستیم قرآن یک چیز بیان میکرد، ما چیز دیگه عقیده داشتیم. الله مهربان ذات است، از او خاطر الله وقتی انسان توبه میکنه الله میپذیره، به شرطی که از صدق دل باشه. اینطور حالتای دار ما فعلا روان است، فعلا مردم ها اینمی قسم پیدا میشه. ما دیگه چی گناه داریم؟ میگیم بندگی الله را بکنی، این مردم ما را میگه که نه بندگی قبر را بکنی. نزاع ما اینمی قدر گپ است. باز میگه قطع ما مناظره کنی. چی مناظره کنیم؟ بری ما خو میگیم بندگی الله را بکنی که شما در قبرا میری 1 میلیون قبرا را هم طوافیش بکنی، هم خاکایش بخوری، هم لټایش در گردن بند کنی، هم سنگایش در جان بزنی، هم نبات در گردش تو بده به مردم توزیع کنی. خورده گفته به ما چی؟ ما خو میگیم که شفا دهنده، حاجت پوره کننده، مستحق پرستش و بندگی تنها و تنها کیست؟ یک الله تبارک و تعالی است و این دین پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و ایاک نستعین و خاص از تو چی میکنیم؟ طلب امداد میکنیم. از تو طلب امداد دوم جمله است. خاص از تو امداد طلب میکنیم. امداد طلب کردن خود دعا بود، دعا خود عبادت داخل بود. چی ضرورت است که باز دوباره ذکر میکنه؟ به خاطر اهمیتش. اکثر مردم ها در کدام قسم شرک مبتلا شده؟ در شرک فی الاستعانت، در طلب امداد کردن. چی میکنن؟ مردم در این شرک واقع شده، از او خاطر به طور خصوصی ذکر کرد. یک وجه. دوم عبادت امر خیلی مهم است. یک نوع تکبر به انسان پیدا میشه که من این قدر آدمی کلان هستم که عبادت میتونم. نه، آدمی عبادت خودم محتاج به کیستم؟ به الله خود. و ایاک نستعین. از او خاطر علما میگه که مفعول نستعین یا عام است یا خاص است. حذف مفعول در بحث معانی میاد، گاهی برای عمومش میشه. میگه و ایاک نستعین فی الحوائج کلها، ما در حاجتای خود تمامیش از تو طلب امداد میکنیم، هر رقم حاجت که داریم.
اگر اولاد نداریم، اگر مریض داریم، اگر کامیابی میخوایم، اگر صحت میخوایم، اگر منزلت میخوایم، در کل حاجت ها با کی آواز میدیم؟ از کی میخوایم؟ یا است که اینجا تعیین آمده، مفعول به معین است. و ایاک نستعین فی العباده، خاص تو را طلب امداد در چی میکنیم؟ در عبادت. عبادت هم بدون استعانت الله نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر الله پیغمبر را روان نکنه، تا کیفیت و طریقه عبادت برات بیان نکنه، تو عبادت میتونی؟ از امو خاطر عبادت امری چی میباشد؟ توقیفی. عبادت امری چیست؟ توقیفی. چی مانا؟ تو فقط توقف میکنی از شریعت که کدام قسم آمده، نه دو زیادت، نه کمی، نه جایش تبدیل، نه وقتش تبدیل، نه کیفیتش تبدیل، هیچ کدامش تبدیل. عبادات چی است بگه؟ اموری توقیفی. رقم که از دین آمده امو رقم. نماز آمده پیغمبر خوانده، بس امو قسم دست تا اینجا بالا کرده، تا اینجا بالا کرده، تا اینجا بالا کرده، کفاره اینطور گرفته، امو رقم میکنم. من نمیتونم که حالا اینطور تبدیل کنم شه اینطوری، او در اینجا خوب دکه بکنم شه اینطوری که برم. نه، در دین نامده. من در عبادت تغییر نمیارم. وارینا مناسکنا، ابراهیم خلیل هم دعا میکنه برای ما طریقه عبادت ما را بیان کن. طریقه عبادت بیان کننده طریقه عبادت کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا او تشریح میکنه؟ الله خودتان گفت و اقیم الصلاه، نماز چی کنه؟ خب بعد از او طریقه و کیفیت و مقدار و وقت و همه گپایش کی برای ما بیان کرد؟ اینالی خیر نماز خدا پیش کنیم به سنت پیغمبر که آیا هست یا نه. امروز خود جمعه است، یک نیم ساعت که زیادتر شو پروا خو نداره. یا که نستعین خلاص از اونجا اشاره میشه بگه نه. خب و یا که نستعین دو وجه شد برای از اینکه دوباره ذکر کرد. سوم وجه ایاک نعبدو و ایاک نستعین. وقتی که عبادت اهم بود نستعین، چرا نستعین پیش ذکر نکردی از عبادت کرده؟ جواب است که هرگاه سوال انسان میکنه وسیله به کار است. وسیله دو قسم است، یکی مشروع یکی غیر مشروع. او بهترین وسیله چی است؟ عبادت خود انسان است. سری وسیله انشاءالله باز در روز دیگه گپ میزنیم. این گپا برای ما میایه که دو قسم وسیله است، کدامش مشروع و کدامش غیر مشروع. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.